حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلی الله علیه و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و به خصوص علاقه‌مندان برنامه پرسش و پاسخ از شبکه جهانی فارسی 24. باز هم الله متعال را سپاسگزاریم که با گذشت یک هفته بار دیگر با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ با جناب مولانا عبدالقدوس دهقان حفظه الله در خدمت شما عزیزان قرار داریم. ابتدا برای مولانا صاحب در برنامه خوش آمدید و عرض سلام و ادب داریم. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و اردوان عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما هستم. تشکر جناب مولانا صاحب. الله متعال جزای خیر نصیبتان کند. خب بینندگان عزیز، ما همانند برنامه‌های گذشته ابتدا چند پرسش بیننده هایی که از طریق ایمیل یا مسنجر فیسبوک شبکه فرستاده بودن برای بخوانش میگیریم. بعد ان شاء الله که شماره تماس زیرنویس میشه، ان شاء الله که تماس های شما را هم با خود خواهیم داشت. ابتدا سوالی را میپرسیم جناب مولانا صاحب که بیننده پرسیدن: خواهرم 2 ماه روزه خورده در وقت مریضی و الان میخواهد که غذایی را برگرداند، اما هنوز هم تکلیف معده دارد و دلبد و معده درد است. غذا خوردن نمیتواند، بسیار لاغر هم از 35 سال عمر دارد و 43 کیلو وزن. آیا میتواند که فدیه 2 ماه روزه خورده را پرداخت کند؟ اگر میتواند چقدر پول چقدر پول پرداخت کند به حساب دلار؟ اگر تشریح دهید بارک الله فیکم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد روزه برای کسانی که توانایی روزه گرفتن رو ندارن، بنابر عذری در ماه مبارک رمضان یا به خاطر بیماری یا سفر نتونستن روزه بگیرن، حکمش این است که فعدة من ایام اخر، به تعداد اون روزهایی که بنابر عذر نتوانسته روزه بگیرد باید روزهای دیگری رو بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از این که عذرش برطرف می شود باید روزه بگیرد. یعنی فرض کنیم 10 روز رو در ماه مبارک رمضان به خاطر عذر نتوانسته روزه بگیرد، بعد از ماه مبارک رمضان در اولین فرصت وقتی که توانست باید 10 روز دیگر به جایش روزه بگیرد. این اصل هست. اصل در روزه‌ای که به اصطلاح گرفته نشده قضا هست، باید به جای اون روزها قضا بیاورد، مگر برای کسی که به صورت کلی نمیتواند روزه بگیرد. یعنی این عذرش یک عذر مستمر و دائمی هست. بیمار بوده، بعد از ماه مبارک رمضان هم بیمار هست، امید بهبودی برایش وجود ندارد. نه در ماه مبارک رمضان میتواند روزه بگیرد و نه بعد از رمضان میتواند روزه بگیرد. برای چنین افرادی حکم شرعی این است که باید به جای روزه فدیه بدهند. شخصی مثلا بیمار هست، بیماریش ادامه دارد و یک بیماری ناعلاج هست، یا این که فرض کنیم یک شخصی به یک مرحله از عمر پیری و فرتوتی رسیده که نمیتواند روزه بگیرد، پیر سال خورده‌ای هست نمیتواند روزه بگیرد، حکمش این است که به جای روزه گرفتن باید فدیه بدهد. و فدیه و بهای روزه نیم سا هست، یعنی چیزی معادل 1.5 کیلو گرم گندم که 1 سا تقریبا 3 کیلو هست، کمتر از 3 کیلو احتیاطاً اگر نصفش بکنیم همون 1.5 کیلو تقریبا نصف سا هست و فدیه برای هر روزی از روزهای ماه مبارک رمضان که نتوانسته که روزه بگیرد. و در واقع
بستگی به هر منطقه‌ای دارد که اگر بخوایم که با پول حساب بکنن، در هر منطقه حساب بکنند که تقریبا قیمت این گندم چه مقدار هست، به همین مقدار انشاءالله این فدیه رو بدند و کفایت میکنند. تشکر جناب مولانا صاحب. بیننده دیگری پرسیدن که درباره کاروبار تجاری و خصوصا حکم بازاریابی برای شرکت ها به طور عموم و بازاریابی از طریق اینترنت به طور خصوص پرسیدن چه حکم دارد و همچنین گفتن چطور امکان دارد تا این تجارت به صورت حلال صورت گیرد. در مورد مثلا بازاریابی ما یک اصطلاحی داریم در شریعت اسلامی و فقهای قدیم از اون استفاده می‌کردن، به معنی جعاله هست. جعاله یعنی یک مبلغ مشخصی که در واقع صاحب کالا به کسی می‌دهد که این کالا را به فروش برساند. به طور مثلا من خودرو و ماشینی دارم، از شما میخواهم که این رو برای من بفروشید. به طور مثال وقتی که میگم اگر شما این جنس را و کالای من رو به فلان قیمت فروختید، من نمیدونم 10% رو به شما میدم، یا یک مبلغ مشخصی 1 میلیون مثلا به شما میدم. این از نظر شرعی اشکال نداره. و همچنین اگر کسی مثلا کالایی رو، شرکتی هست کالایی رو میخواد بفروشد و هدف شرکت این است که به اصطلاح فروش خودش رو بالا ببرد و کالایی رو که دارد به اصطلاح به فروش برود و اعلام میکند هر کسی که نمایندگی این شرکت رو قبول بکند و اجناس این شرکت رو به فروش برساند، یک مبلغی به عنوان جعاله یا به عنوان سمسره و دلالی یا بازاریابی هر چه اسمش رو بگذارید به اون طرف بدهد. این از نظر شرعی اشکالی ندارد، در صورتی که هدف از این به اصطلاح عقد و قرارداد این است که به اصطلاح این شخص بازاریاب وسایل و اجناس فلان شرکت رو معرفی میکند به مردم، اونها رو به فروش میرساند تا اینکه فروش شرکت بالا برود و در مقابل این عمل شرکت هم یک مبلغی رو مشخصی رو یا درصدی رو به این شخصی که به اصطلاح سمساری میکند یا بازاریابی میکند به این شخص تحویل میدهد. این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و در زمان قدیم و در فقهای قدیم رو به اسم جعاله میشناختند. و تفاوتی در این ندارد که این به اصطلاح اینترنتی باشد، به این معنی که یک فردی به طور مثال همین کالا را در اینترنت تبلیغ بکند. اگر به این معنی بگیریم که یعنی تبلیغات اینترنتی، یعنی اونو در اینترنت مثلا بگذارد و از طریق اینترنت مثلا به فروش برساند یا مشتری هایی رو پیدا بکند، اما هدف در کل این است که این افراد بیایند از شرکت در واقع خرید بکنند و شرکت هم در مقابل هر مشتری که این فرد می آورد به شرکت و از شرکت خرید می کنند، بنابر قراردادی که در میان این دو طرف هست یک مبلغی رو به این شخص بازاریاب در واقع می دهد. این از نظر شرعی اشکال نداره. اما در مورد شرکت های هرمی که در واقع فعالیت دارند که به طور مثال یک فرد می رود از یک شرکت خرید می کند و بعد از خودش مثلا 2 نفر دیگر رو معرفی می کند که به این شرکت خرید بکنند و اون 2 نفر فرضاً 2 نفر دیگر رو به اصطلاح معرفی می کند که خرید بکنند. یک شجره‌ای در واقع به وجود میاد که هر کسی که یعنی توسط این فرد بعداً خرید کرده باشه یا توسط کسانی که این فرد معرفی کرده خرید کرده باشند، نهایتاً یک مبلغی به حساب نفر اول معرف اول در واقع میاد. این از نظر شرعی اشکال داره، زیرا که در این صورت هدف ترویج کالا نیست. هدف در اینجا این نیست که مثلا فلان شرکت رو ما بخوایم تبلیغ بکنیم به خاطر اینکه کالایش فروخته بشود و عموما هم این گونه هست. کالایی که از این طریق به صورت هرمی تبلیغ می شود، قیمت واقعی کالا با قیمتی که در بازار فروخته می شود با این قیمتی که این فردی رو که میخواد که به اصطلاح از این شرکت خرید بکند و نمایندهش باشد به صورت هرمی و یک مبلغی به این برسد، قیمتش معمولا متفاوت است، در بازار ارزانتر هست، اما به خاطر اینکه به این فرد بفروشند که به عنوان یک حق اشتراک در واقع از اون میگیرند، معمولا یک چیزی بیشتری رو میگیرند. بالفرض این که بیشتر هم نگیرند، همین کالایی که در بازار فرض کنیم که $1000 هست، $1000 به این فرد میدن، اما شرط شرکت این است در صورتی به این فرد به اصطلاح حق بازاریابی میدهد که این فرد خودش از این شرکت خرید بکند
و بعد از این برود و چند نفر دیگر مشتری دیگر رو بیاورد برای این شرکت. اگر خرید نکرد هیچ گونه حقی رو نداره. اگر که بعد از خودش 2-3 نفر دیگر رو معرفی نکرد باز هم حقی رو در اینجا نداره. در اینجا ظاهر قضیه این است که یعنی یک ظاهرا یک کالای مبادله میشه، یک خریدی صورت میگیره و یک جنسی رو رد بدل میشه. اما کسانی که میان وارد این گونه شبکه ها میشوند و این گونه بازاریابی ها هدفشون این است که به پول برسند، یعنی پول میدهند چه بسا خودشون نیازی نداشته باشند که اون کالا رو خرید بکنند، اصلا شاید اون کالا به درد اونها نمیخوره، اما میروند خریدش میکنند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به پولی برسند. و هدف از این خرید و هدف از این بازاریابی این نیست که این کالا در میان مردم تقسیم بشود و پخش بشود. هدف این است که این فرد برود اولا یک به اصطلاح حق اشتراکی رو بدهد، پولی رو بدهد و این بهانه این حق اشتراک و پول دادن این است که باید کالایی رو خرید بکند و حتما باید 2 نفر دیگر رو بعداً معرفی بکند و نفرات دیگر دوباره 2 نفر هر کسی معرفی میکند که یک سهم مشخص و درصد مشخصی به این فرد اولی و معرف اولی میرسند. این در واقع یک نوع قمار و ربا شمرده می شود و هدف چون که به اصطلاح دست آوردن پول هست. شما خرید کردید نه به خاطر این که به این کالا نیاز دارید، بلکه خرید رو انجام دادید به خاطر این که امتیاز بگیرید و چند نفر دیگر رو معرفی بکنید و در مقابل پولی که برای این کالا دادید پول دیگری رو شما در واقع دریافت بکنید. این از نظر شرعی اشکال داره. و اگر کسی واقعا میخواد که بازاریابیش به یک بازاریابی حلال و جایزی باشه از نظر شرعی، این است که نمایندگی شرکت رو به طور مثال بگیرند و این رو معرفی بکند، کالاهای این شرکت رو به افرادی معرفی بکنند و اگر افراد اومدند خرید کردن از این فرد در واقع یک چیزی شرکت به این فرد بدهد، از نظر شرعی این اصلا اشکالی نداره، در صورتی که هدف به اصطلاح ترویج کالا هست. و در شرط دوم این است که این فردی که الان بازاریاب هست این به اصطلاح شرط نگذارند که حتما باید جز مشتریان شرکت باشد، چه مشتریش باشد چه مشتری شرکت نباشد، در هر صورت میخواد که برای این شرکت تبلیغ بکند، کالاش رو به فروش برساند و در مقابل این زحمتی که متحمل شده و شرکت بخواد یک چیزی به اون بدهد، در این صورت از نظر شرعی اشکال ندارد. اما به صورت هرمی که اصل در اون معامله نیست، بلکه اصل در اون هدف در اون در واقع رسیدن به پول هست و خرید هم که صورت میگیرد نه به خاطر نیاز به کالا هست، بلکه به خاطر این که یک امتیازی رو بگیرند، حق اشتراکی رو بدهند و بعداً به سود بیشتری برسند. این از نظر شرعی اشکال داره و بسیار از مجامع علمی اهل سنت و الجماعت مانند لجنه فتوا و دیگران فتوا دادند که این مورد با این کیفیتی که هست از نظر شرعی اشکال داره. تشکر جناب مولانا صاحب. و همچنان بیننده دیگه پرسیدن که نیت کردن کدام نماز صیام ضروری و واجب است؟ آیا می شود که روزه قضایی بگیریم و نیتش را بعد از طلوع آفتاب کنیم؟ در مورد روزهای نفل عمومیت هست، یعنی این که تفاوتی نداره که انسان در شب نیت داشته باشد یا در روز نیت بکند، هر دو صورتش از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. و نمونه های زیادی رو داریم از عمل و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که احیانا رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می بردند منزل و از حضرت عایشه یا یکی دیگر از همسرانش سوال میکردن آیا غذایی هست؟ میگفتن نه غذایی نداریم. پس میگفتن فانا اذا صائم، پس من روزه میگیرم. یعنی بعد از طلوع فجر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای روزه نفلی نیت میکردن و برعکسش هم بوده که نیت روزه نفلی رو داشتن و غذایی پیدا شده گفتن من روزه بودم اما روزه خودش رو میشکنه. هر دو تا از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. اما در مورد روزهای فرض مانند ماه مبارک رمضان و روزه‌ای که جایگزین روزه فرض هست مانند روزهای قضایی، یعنی روزه فرض و روزهای قضای فرض، از نظر شرعی و رأی جمهور اهل سنت و الجماعت و مذاهب اسلامی بر این است که حتما باید در شب نیت بگیرد و نیت روزه فردا را داشته باشد. اگر در شب هیچ گونه نیتی رو نداشت و فرداش تصمیم گرفت که روزه رمضان رو مثلا روزه بگیرد یا روزه قضایی رو روزه بگیرید، این از نظر شرعی درست نیست. در روزهای نفلی اشکال ندارد، انسان میتواند در روزه نیت بکند، اما در روزه فرض یا روزه واجب یا همون روزه قضایی حتما باید در شب نیت بکنند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در شب نیت صیام را نداشته باشه من لم یجمع الصیام فلا صیام له، کسی که در شب نیت روزه نداشته باشد در روزهای
های فرض هست، روزه برای اون نیست. یعنی حتما باید نیت روزه فرض و واجب مانند قضا حتما باید در شب انسان نیت بکند. اما برای روزه نفلی اشکالی ندارد. فردا مثلا صبح بعد از فجر حتی تا قبل از ظهر هم اگر بخواد نیت بکنه چیزی نخورده بود هیچ گونه اشکالی نداره و روزهش در روزه نفلی صحیح است. تشکر جناب مولانا. و همچنان بیننده دیگه پرسیدن که حکم ختم قرآن چی است؟ آیا فرزند می تواند برای پدر و مادر خود که وفات کردن ختم قرآن بگیرن؟ در مورد ختم قرآن یا به صورت کلی تلاوت قرآن برای مردگان دلیلی از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نداریم. یعنی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان ایشان و همچنین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که از دنیا رفتند مثلا ختم قرآن رو گرفته باشند یا اینکه قرآن تلاوت کرده باشند. به طور مثال مثلا سوره فاتحه رو برای مردگان خوانده باشند یا 3 مرتبه سوره به اصطلاح اخلاص رو برای مردگان خوانده باشند. چون چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت نیست و به صورت کلی ایصال ثواب برای مردگان ثابت هست. یعنی اینکه انسان بعد از اینکه شخصی فوت می‌کند کسانی که بازماندگانش هستند و زنده هستند می‌توانند که ثوابی رو هدیه بکنند به مرده، مانند اینکه به طور مثال به جاش حج انجام بدهند، عمره انجام بدهند، صدقه‌ای برای اون بدهند، صدقه جایری رو ایجاد بکنند. این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. در مورد تلاوت قرآن برای میت یا ختم قرآن برای میت برخی از علما بنابر عمومیاتی که در این زمینه هست گفتند که اشکال نداره، جایز هست. اما اگر بخوایم که با دلیل به اصطلاح این رو ثابت بکنیم هیچ گونه دلیلی از آیات قرآن به صورت صریح یا احادیث رسول الله و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد. به جای اینکه بخوایم که مثلا برای مردگان ختم بگیریم و قرآن رو تلاوت بکنیم، اونم ختم هایی که معمولا به صورت اجاره‌ای هست، مثلا یک فردی رو میآورند مینشانند که به اصطلاح و یه مبلغی رو به اون میدهند که برای مرده قرآن بخواند، اینا هیچ گونه به اصطلاح اصلی رو در شریعت اسلامی ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زمانی که ابن آدم میمیرد، ادامات ابن آدم انقطع عمله، وقتی که یک انسان میمیرد عملش ختم میشود الا عن ثلاث، مگر در 3 مورد هست و یکی از این 3 مورد ولد صالح یدعو له، فرزند صالح و نیکوکاری که برای پدر و مادر خودش دعا بکند. دعا بالاترین ثواب را دارد. حتی از عرض کردم که تلاوت قرآن برای مرده ثابت نیست. اگر این فرزند خودش قرآن تلاوت بکند، اهل نیکوکاری باشد، اهل نماز و روزه باشد، خواه ناها به پدر و مادرش ثواب خواهد رسید، زیرا که اساساً پدر و مادر خودشون سبب وجود این فرزند هستند. اگر پدر و مادر نمی بودند این فرزند به دنیا نمی اومد. اگر فرزند نماز بخواند، نیکوکاری بکند، قرآن بخواند، قطعاً بدون اینکه از ثوابش چیزی کاسته بشود به پدر و مادرش هم ثوابی خواهد رسید. اما این که تلاوتش را اختصاص بدهد برای پدر و مادر، چون این دلیلی از قرآن و حدیث نیست، بلکه در قرآن، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق شده برای دعا برای میت و یکی از مواردی هست که بعد از وفات ثواب دعای خیر برای مردگان حتما و قطعا میرسد. اما در مورد رسیدن ثواب قرآن اختلاف زیاد وجود دارد. گذشته از این که ثابت نیست از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دستوریشان ثابت نیست، در میان علما اختلاف داره. یعنی ما نمیدونیم که میرسد یا نمیرسد. برخی از علما به صورت کلی گفتن هر ثوابی که شما اهدا بکنید به میت میرسد. خب دلیلی برای این وجود نداره و برخی از موارد هست که در شریعت جایز نیست. به طور مثال نماز خوندن برای میت، گرچه در این عمومیات هست اما جایز نیست که شخصی برای یک فردی که زنده هست یا مرده هست براش نماز بخونند. نیابت رو قبول نمیکنه. نماز یک عبادتی هست که نیابت رو قبول نمیکنند. اما در مورد دعا خوندن برای میت هیچ گونه اشکالی ندارد. به اتفاق تمام علما و مذاهب درست است. صدقه دادن برای میت به اتفاق تمام علما درست است و نشر علم به نیت ثوابش که به اصطلاح مرده برسد به اتفاق علما این جایز هست. حج رفتن، عمره کردن برای میت به اتفاق جایز هست. این مواردی رو که جایز هست برای ایصال ثواب بهتر است که ما بر اینها عمل بکنیم و در مورد تلاوت قرآن و ختم قرآن یک مسئله اختلافی هست و دلیلی از احادیث رسول الله و سیرت ایشان در واقع ندارد. تشکر جناب مولانا. و همچنان بیننده دیگه پرسیدن که نماز حاجت را چگونه ادا کنیم؟ اگر لطف کنید در این باره برای ما معلومات بدهید.
در مورد نماز حاجت که به اصطلاح اسم یعنی نمازی داشته باشیم برای به عنوان نماز حاجت، در این زمینه دلایل صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. 3-4 مورد روایاتی که نقل شدن، برخی از این روایاتی هستند که به اصطلاح اصلا ساختگی هستند، موضوع هستند در این زمینه، یعنی فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند، مانند حدیثی که در این زمینه آمده که نمیدونم چند مرتبه در به اصطلاح سوره فاتحه را بخونید یا در سجده و رکوعی که به اصطلاح قرآن میخونند، سوره خاصی رو میخونند. اینا جز روایاتی هست که به اصطلاح ساختگی هست و به هیچ عنوان نمیتوانیم که اینها رو نسبت بدهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. و روایت دیگری هست فکر کنم از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی هست و 1-2 تا روایتی که در این زمینه به عنوان صلات حاجت وجود داره. این روایات ضعیفی هستند. پس بنابراین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازی به عنوان نماز حاجت و صلات حاجت ثابت نشده و دلیلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. اما به صورت کلی یکی از جاهایی که شانس قبولیت دعا بیشتر هست بعد از عبادات هست، بعد از هر نماز هست. یعنی بعد از این که انسان نماز فرضی رو به اصطلاح ادا کرد و بعد از آن اگر دعا بکند، این به اجابت در واقع نزدیکتر هست. اگر کسی به خاطر شکر نعمت مثلا 2 رکعت نماز بخواند یا به خاطر تقرب به الله متعال 2 رکعت نماز بخواند، بعداً توسل بکند به نماز خودش، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما این که یک نماز خاصی باشه با کیفیت خاصی که در وصف از این روایت عرض کردم که جعلی هست، 10-12 رکعت ذکر شده که 12 رکعت به یک کیفیت خاصی بخوانی، اینها روایت جعلی هستند و ثابت نیستند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اگر کسی بخواد که بعد از هر دعای نمازی مثلا دعا بکند برای رفع حاجتش، این از نظر شرعی اشکال نداره، اما اسم این نماز حاجت نیست. تشکر. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که دیدگاه اسلام در مورد نحس بودن ماه صفر چی است؟ در مورد به اصطلاح نحوست ما چیزی رو نداریم که یعنی در ایام و ماه‌های سال اون را مثلا نحس بدانیم یا نحس بودنش ثابت شده باشد از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، که بعضی از مردم برخی از ایام هفته را یا برخی از ایام ماه را مانند نمیدونم 13 را یا برخی از ماه ها را مثلا نحس میدونن، چون هیچ گونه دلیلی در این زمینه در واقع نیومده و بسیار از این گونه موارد در واقع ساخته و پرداخته افراد بدعت گذار هست. به طور مثال یعنی برای نحس بودن مثلا میگویند که نکاح کردن، ازدواج کردن مثلا در ماه محرم نحس هست یا اینکه حرام هست، در صورتی که هیچ گونه دلیلی در این زمینه به اصطلاح وجود نداره. صحابه و پیامبر و بقیه یعنی بدونیم که تفکیک کرده باشند در میان ماه محرم و غیر محرم، سفر و غیر محرم، تمام کارهای خودشون رو انجام میدادن، اما از ازدواج و غیر ازدواج. در مورد ماه سفر بنابر برخی از تعابیری که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، برخی از به اصطلاح افراد در زمان جاهلیت ماه سفر رو نحس میدونستند. یک حکمی بود در قبل از اسلام بوده، در زمان جاهلیت بوده. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد رو اطلاع پیدا کردند، این رو صراحتا اعلام کردند که لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر، که برخی از علما نظرشون بر این است که ولا سفر که رسول الله صلی الله علیه و سلم که سفر نحوستی ندارد یا سفری در کار نیست به عنوان اینکه نحس باشه، هدف همین ماه سفر هست و هیچ گونه نحوستی رو نه ماه سفر دارد و نه ماه دیگر و نه ایام هفته و ماهای سال هیچ کدام نحوستی رو ندارند و انجام عبادت و انجام کارهای شخصی در تمام ایام سال و روزهای هفته از نظر شرعی هیچ گونه نحوستی رو نداره و در تمام ایام به اصطلاح برابر هست، به جز ایامی که در اون ایام فضیلتی بیشتری دارن. ایامی رو داریم که فضیلت بیشتری رو دارن، مانند روز عرفه هست، مانند روز دوشنبه، روز پنجشنبه هست، روز گرفتن در این روزها مثلا در ایام بیز هست، خود روز جمعه که از نظر شرعی یک قدر و ارزش بیشتری رو داره، از شب لیلة القدر هست. اینها شبها و زمانهایی هستند که بسیار عمل
ساله در اینا ارزش بیشتری رو دارند. اما روزهایی که برعکس باشه، که نحس باشه، که انسان در این روزها نباید کاری رو انجام بده، هم از امور دینی یا امور دنیوی، چنین چیزی رو در اسلام ما نداریم. تشکر جناب مولانا صاحب. یکی از پرسش‌های دیگر میگیریم ان شاءالله که باز یک میان برنامه هم میگیریم. بیننده دیگری پرسیدن که آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر از جیب او پول بردارد؟ از نظر شرعی مثلا هزینه زندگی زن و فرزندان بر شوهر لازم هست که نفقه و خرج زندگی رو شوهر باید تأمین بکند و این جزء حقوقی هست که زن و فرزندان بر پدر در واقع یا مرد خانه دارند، که شوهر هم باید هزینه زندگی زنش رو تأمین بکند و هم هزینه زندگی فرزندانش رو باید تأمین بکند. منتها این هزینه در حد متعارف و قابل قبول و در حد اعتدال هست، نه این که زن نباید این زمینه اصراف بکند به این بهانه که از شوهر خرجی بگیرد و نه شوهر هم نباید در این زمینه در واقع بخل بورزد و چیزی رو که برگردنش لازم هست از اون در واقع سرباز بزند و این هزینه باید به صورت متعادل و متعارف باید پرداخت بشود. و بالفرض اگر تصور بکنیم که شوهری از حقوقی که به اصطلاح برگردنش هست که خرج و مخارج خونه رو باید تأمین بکند به اندازه توان خودش و به اندازه متعارف میتواند که پرداخت بکند، اما پرداخت نمی کند و کمتر از اون چیزی که نیاز هست مثلا پرداخت می کند. احیانا مثلا زن خانه مجبور بشود برای غذایی، برای موردی از این قبیل که برای خودش یا برای فرزندانش غذایی رو تهیه بکنه، مجبور باشه که از بدون اجازه شوهر مثلا چیزی رو برداره. اصل بر این هست که این گونه موارد باید با تفاهم باشه، چه بسا که مردی که به اصطلاح به این اندازه بخیل باشه که بالفرض خرج خانواده خودش رو ندهد، وقتی که خبر بشود که مثلا از جیبش پولی رو برداشتن جزاره یک مشکل دیگری در خانواده ایجاد بشود و چه بسا که سر از به اصطلاح متارکه و جدایی بکشد. پس بنابراین این گونه مسائل رو تا جایی که به اصطلاح ممکن هست باید با تفاهم و با حرف زدن باید حل بکنن. اما از نظر نهایت این رو برسیم بالفرض هیچ گونه تفاهمی به اصطلاح میسر نباشد و مرد هم به قول معروف به هیچ صراطی مستقیم نیاید و خرج فرزندان و زنش رو ندهند، در این صورت برای زن جایز هست که از نظر شرعی به اندازه نیاز خودش، به اندازه این چیزی که به اصطلاح نه برای خرج کردن در موارد به اصطلاح تزیینی آرایشی و موارد از این قبیل و چشم همچشمی باشه، بلکه برای خرج خونه اگر نیاز داشت به اندازه نیاز میتواند که ولو اینکه بدون اجازه همسرش باشه از همسرش پول برداره. و در این زمینه روایتی هست در مورد از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که هند از ایشان سوال کرد که ابو سفیان مردی هست که مقداری بخیل هست، آیا من میتونم از مال ابو سفیان چیزی رو برای خودم و برای فرزندان به اصطلاح خودم بردارم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند این چیزی رو که بالمعروف باشه، این در حد متعارف باشه، این از نظر شرعی اشکالی نداره. اما باز هم تاکید میکنم بر این قضیه که مبادا این قضیه سبب به اصطلاح اختلاف دیگری باشه که شاید بتونند که خرج کم رو و هزینه کم رو تحمل بکنند و مشکلات بعدی بعداً این غیر قابل تحمل باشه. اصل بر این است که این گونه مسائل با تفاهم بین زن و شوهر در واقع و با شفافیت کامل حل بشه. تشکر. از اینکه شماره تماس برنامه هم زیرنویس شده، اگر اجازهتون باشه یک پرسش دیگه هم میگیریم. از بیننده پرسیدن که خب بینندگان عزیز شماره تماس برنامه زیرنویس شده، اگر کسی که تماس گرفتن انشالله در بعد از پاسخ این پرسش انشالله که تماس را جواب خواهیم داد. بیننده پرسیدن که قبلا شیعه بودن و میخواهم موحد شم، آیا برای موحد شدن توبه لازم است؟ خود این که ایشون بخواهند که موحد بشوند خود این به معنی توبه هست، یعنی توبه چیزی غیر از این نیست. کسی به طور مثال قبل از این دچار یک سری مسائل شرک آلودی شده، مثلا قبر و پیر و زیارت میرفته، اعتقادات شرک آمیزی رو قبلا داشته، الان از گذشته خودش پشیمان هست و میخواهد که از این به بعد موحد باشد. خود این به معنی توبه هست اساسا، یعنی موحد شدن و در واقع یک نوع توبه از گذشته ای هست که در واقع همراه با
شرک و بدعات و موارد شرک آمیز باشه. خود همین که به اصطلاح انسان توبه بکند یا اینکه کسی به صورت کلی مسلمان نبوده تازه مسلمان بشود، کسی موحد نبوده به این معنی که مشرک بوده یا اعمال شرک آمیزی رو قبلا انجام میداده و الان از گذشته خودش پشیمان هست و میخواد موحد بشود، این در واقع به معنی توبه هست و موحد شدن، مسلمان شدن و توبه کردن این گونه موارد سبب میشوند که الله متعال گذشته انسان را کاملا معاف بکنه. اما هم توبه و هم اسلام و ایمان آوردن اینها تمام گذشته انسان را در واقع معاف میکند و دقیقاً مانند این است که انسان در واقع تازه متولد شده باشد. تشکر. خب یک تماسی داریم. بیننده عزیز بفرمایید، تماس شما وصل است. بله السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز، صدایتان داریم. بعضی انسان ها را میگه که مثلا بدعت میخوام سوال کنم، بعضی انسان ها را میگه که فلان کار مثلا در دین بدعت است، میگه اشکال نداره، مثلا اگر این کار بدعت است در زمان رسول صلی الله علیه و سلم قرآن زیر زبر نداشت، یعنی فتح و کسره نداشت، در زمان ما دوره میگه این هم اگر بدعت باشه این هم بدعت است. همین مسئله رو میخواستیم ممنون روشن میانداختم. تشکر. سوال واضح شد. تشکر، زنده باشه. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بله بیننده عزیز، تماس شما وصل است، بفرمایید. بیننده بعدی. بله السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید بیننده عزیز. بله السلام علیکم بیننده عزیز، تماس شما وصل است، بفرمایید. بیننده عزیز شما وصل هستین، بفرمایید لطفا صحبت کنید. الو. بله سلام علیکم، صدای تلویزیون خود را پایین آورده صحبت کنید ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد دو سوال داشتم درباره نماز تحیه وضو و تحیه مسجد. همین بعد از عصر خوندن ممکن است؟ نماز حدیث هستی بعد عصر نماز نیست، درباره همین دو نماز مختصر جواب بدید انشاءالله. دیگه پرسش نداری؟ نه خدا تو. تشکر. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید شما وصل هستین. خب بیننده تماسشون قطع شد. خب بیننده بعدی. السلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. خب ظاهرا مشکلی در تماس ها وجود داره. خب جناب مولانا میان برنامه میگیریم ان که پس برمیگردیم. بیننده عزیز بعد از یک میان برنامه کوتاه ان که برمیگردیم ما در خدمت شما هستیم.
جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري بازم عرض سلام و ادب مجدد داریم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز با برنامه پرسش و پاسخ با مولانا عبدالقدوس دیخان در خدمتتان قرار داریم. جناب مولانا صاحب بیننده که تماس گرفته بودن پرسیدن اگر کسی کاری بدعتی را انجام بدهد اگر برایش گوشزد شود یا گفته شود که این کار بدعت است میگوید اشکال ندارد و مثال میزند که قرآن کریم در ابتدا اشکال زیر و زبر و نقطه نداشت. اساسا در مورد بدعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هشدار دادن و خود اهل سنت و الجماعت وقتی که ما میبینیم یعنی این که ما پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جماعت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. یعنی موارد دینی ما را احکام دینی را ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از طریق اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم و مورد عبادی را که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جز موارد به اصطلاح عبادی نبوده به هیچ عنوان ما نمیتونیم که این را در امروزه جز موارد عبادی حساب بکنیم. هر چیزی را که با عنوان یک عبادت مشروع بوده از جانب الله متعال برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد را برای ما بیان کردند. موردی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم می توانستند که انجام بدهند یا اینکه زمینش فراهم بود که انجام بدهند یا اینکه نیاز بود که این حکم را برای مردم بیان بکنند اما بیان نکردند، معنیش این است که این مسئله جز موارد مشروع نیست. به طور مثال در مورد خواندن قرآن برای مردگان رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا فرمودند بعد از اینکه یکی از اصحابشون دفن کرده بودند فرمودند که برای برادر مسلمانتون دعا بکنید و صلی الله له التثبت و از خدا بخواهید که اون رو در واقع ثابت قدم نگه دارد و می توانستند که بگند که برای برادر مردهتون الحمد و 3 مرتبه قل والله رو بخونید اما این کار رو نکردند. خودشون میتونستند که برای همسرشون، برای حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، برای عموشون حضرت حمزه، برای فرزندانشون، دخترانشون که در حیات خودشون از دنیا رفتند یا اصحاب و عزیزانش که از دنیا رفتند میتونستند که بگید شما جلسه ختم قرآن بگیرید برای اونها یا حداقل مثلا در مسجد میگفتن هر کدوم از صحابه یک سوره رو بخونید برای ایصال ثواب برای مردگان. هم زمینش بود، هم نیاز بود، مردم نیاز داشتند و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونستند این کارها رو انجام بدن اما انجام ندادن. دلیلش این است که این کارها مشروع نبوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر موردی رو که میدونستند به نفع دین و دنیای ما هست و این رو برای ما بیان کردند. این گونه نبوده که یک مصلحتی باشه برای ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مصلحت رو نادیده گرفته باشه، حکمی رو دانسته باشند اما اون رو برای ما بیان نکرده باشند. و اساساً بحث بدعت روی ابزار و وسایل زندگی و ابزار علم در واقع اطلاق نمی شود که اینها رو ما بگیم جزء بدعت هستند. به طور مثال ماشین نبوده در اون زمان پس بنابراین ماشین بدعت، تلویزیون بدعت هست و نمیدونم این فرش و قالی و نمیدونم تمام وسایل زندگی اینها همشون در واقع بدعت هست چون که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گونه نبوده. اینها افرادی که این حرف رو میزنن معنی بدعت رو نمیدانند. معنی بدعت را نمیدونن. اشکالی نداره هر چیزی که جدید باشه شما از اون استفاده بکنین، در معنی بدعت داخل نیست. بدعت فقط در موارد دینی هست که یک موردی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان یک عبادت مشخص نبوده، مردم اون را عبادت نمیدونستند، شما امروزه اون را عبادت میدونید و به قصد ثواب اون را انجام میدهید.
هر کاری رو که در اون زمان نبوده و اصلی در شریعت نداشته باشه و شما امروزه اون اضافه کرده باشید در دین به نیت ثواب، این در واقع میشه معنی بدعت. یعنی شما در واقع کسانی که بدعت میگذارند به این معنی هست، میگن که رسول الله صلی الله علیه وسلم دین را ناقص کرده، ما الان اون کامل کرده. تمام این بدعت هایی رو که هستند معنیش این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاذ بالله این حکم را نمیدانستند، یا اگر میدانستند کوتاهی کردند، ابلاغ نکردند. امروز فلان ملا و فلان درویش مثلا بخواد که این حکم را در دین اسلام اضافه بکند، این معنی بدعت هست. اما این کسی که میگه که مثلا حرکت گذاشتن روی قرآن بدعت هست، ما این بالفرض که بدعت باشد، الان تو میتونی قرآن را بدون حرکت و بدون نقطه بخوانی؟ کسی نمیتواند. امروزه نمیتونند این کار رو انجام بدن. در زمان قبلی خب میتوانستن، عادت کرده بودن مردم با اینکه مثلا زبان عربی به طور مثال نه حرکت داشته و نه اینکه نقطه داشته، خود اعراب میفهمیدند که چطوری تلفظ بکنند و چون که زبانشون اصیل و عربی بود نیازی به اصلا به حرکت گذاری نداشتند. اما وقتی که عجم ها وارد دین مبین اسلام شدند، در تلفظ الفاظ قرآن دچار مشکل شدند که بعد از این اومدند و قرآن رو در واقع حرکت گذاری کردن تا اینکه تلفظ برای دیگران به اصطلاح آسان باشه که بخونند اون را. شما الان قرآن را، چه قرآنی رو داشته باشید که حرکت داشته باشد یا حرکت نداشته باشد، مجبوری که قرآن را به همین کیفیت تلفظ بکنید. اصلا شما قرآن رو دست نزن، قرآن را برو از یک فردی که حافظ هست از اون یاد بگیر، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اما وقتی که نمیتونید قرآن را به صورت بدون حرکات بخونید، این یک ابزاری هست برای بهتر خوندن قرآن و خود این یک نوع به اصطلاح عبادتی نیست. عبادت اصلی همون تلاوت قرآن هست و این حرکت گذاری قرآن برای بهتر خوندن و به اصطلاح صحیح خوندن و صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن هست و به هیچ عنوان چنین مواردی جز موارد بدعت شمرده نمیشن، زیرا که این یک عبادتی نیست که ما اون ایجاد کرده باشیم. عبادت اصلی همون قرآن خوندن هست که قرآن خوندن در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه مثلا بدون نقطه میخوندن، بدون حرکات میخوندن و هیچ مثلا اشتباهی هم رخ نمیداده. اما چون که امروزه بدون حرکت و بدون نقطه خوندنش خصوصا برای اعاجم ممکن و میسر نیست، یک ابزاری هست برای بهتر خوندن قرآن و با هیچ تعریفی این جزء مفهوم بدعت قرار نمیگیره. تشکر جناب مولانا صاحب. و همچنان بیننده بعدی که تماس گرفتن گفتن نماز در مورد نماز تحیت الوضو و تحیت المسجد و انجام آن در اوقات ممنوعه اگر معلومات بدهید. در مورد هم تحیت الوضو و هم تحیت به اصطلاح مسجد یا سنت وضو و سنت ورود به مسجد فضایل زیادی اومده و جز مواردی هست که متاسفانه بسیاری از مردم اینها را نادیده میگیرن، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد وضو حضرت عثمان رضی الله تعالی وقتی که وضو گرفتن وضو را آموزش دادند و در آخر گفتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو من دیدم اینجوری وضو گرفتند و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که این گونه مثل من وضو بگیرد و بعد از آن 2 رکعت نماز بخواند که در اون 2 رکعت نماز حضور قلب داشته باشد، الله تعالی گناهان گذشته اون رو معاف می‌کند. یک فضیلت بسیار بزرگ و عظیمی هست. و همچنین در مورد نماز تحیت المسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار تاکید کردند و فرمودند که اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقتی که وارد مسجد شدید هیچ کس از شما نباید بنشیند مگر اینکه قبل از آن 2 رکعت نماز تحیت المسجد رو در واقع بخواند که بنابر این روایت و روایات دیگری بسیار از علما معتقد بر این هستند که تحیت المسجد جز نمازهای واجب هست، گرچه رأی و نظر جمهور این است که این جز نمازهای سنت است. هم تحیت الوضو سنت وضو و هم سنت به اصطلاح دخول مسجد جز نمازهای سنت هستند. به صورت کلی اوقاتی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردن از خوندن نماز 5 وقت هستند. 3 وقتشون به اصطلاح اوقاتی هستند که به اصطلاح حرمتش مؤکد هست و دقیقاً هنگام طلوع آفتاب و دقیقاً هنگام استوا و هنگام غروب آفتاب. این 3 موردی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردند. 3 اوقات نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نصلی فیهن و ان نقبر فیهن موتانا. در این 3 وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو نهی کردند که نماز بخونیم یا اینکه در این وقت مردگان خودمون را دفن بکنیم که منظور همون نماز به اصطلاح جنازه هست.
و غیر از این اوقات بعد از نماز فجر هست تا طلوع آفتاب و بعد از عصر تا وقت مغرب که این دو مورد هم به جز اوقات مکروهی هستند، منتها کراهتشون در واقع کمتر از اون سه مورد قبلی هست. و در این مورد که نمازهایی رو که سنت هستند، آیا ما میتونیم در اوقات مکروه نماز سنت رو بخوانیم یا اینکه نخونیم؟ رأی و نظر به اصطلاح راجح و قول راجح در این زمینه این است که خواندن نماز در اوقات مکروه، یعنی در بعد از نماز فجر یا بعد از نماز عصر تا مغرب، اگر کسی وضو گرفت یا کسی مثلا وارد مسجد شد، در نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره که انسان در این موقع در واقع دو رکعت سنت وضو یا سنت مسجد رو بخواند. و این نمازها در واقع علما تفکیک قائل شدن بین نمازهای مطلق، نمازهایی که مطلق هستند هیچ سببی رو ندارند، و نمازهایی که ذوات الاسباب هستند. ذوات الاسباب هستند به این معنی که به یک چیزی نسبت داده میشن. مثلا شما دو رکعت نماز میخونید به چی بهانه‌ای؟ به بهانه وضو گرفتن، یعنی سبب این دو رکعت تحیت الوضو وضو گرفتن هست. اگر وضو نمی گرفتید نیازی نبود که دو رکعت سنت رو بخونید، اگر وارد مسجد نمی شدید نیازی نبود که دو رکعت سنت رو بخونید. یعنی این نمازهای ذوات الاسباب هستند، یک سببی برای خوندنش هست، ورود به مسجد یا وضو گرفتن هست. علما نظرشون بر این است که خوندن نمازهای ذوات الاسباب، سنت هایی که سبب دارند، در واقع اینا حتی در اوقات مکروه بعد از نماز فجر یا بعد از نماز عصر تا مغرب، اینا هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. انسان میتواند که این نمازها را بخواند و عملا از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اینی ثابت شده. به طور مثالی که از مواردی که مکروه است تحیت المسجد در هنگام خطبه، مثلا که حکم شرعی است که انسان باید به خطبه گوش بدن، اما ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادن برخی از اصحابشون را. حدیث معروف سلیک خطوانی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن بلند شد دو رکعت نماز رو بخونه. در مورد سنت قضا شده نماز فجر که رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کردند که بعد از نماز فجر و قبل از طلوع آفتاب خوانده بشود. بنابر این روایات هست که علما نظرشون بر این است که اگر نماز سبب داشته باشد اشکال ندارد، انسان میتواند که نماز ذوات الاسباب را حتی در اوقات مکروه بخواند. اما نمازی رو که نفل مطلق هست، مانند کسی میخواد که به نماز عصر خونده، الان مثلا تشویق شده الان میخواد که دو رکعت نماز سنت بخونه، در مسجد نشسته میخواد دو رکعت 4 رکعت نماز دیگر بخونه، به این فرد میگیم که نه، جایز نیست که شما در این وقت نماز بخونید، زیرا که این نماز یک نمازی هست که به قول معروف خودجوش، خودت میخوای نماز بخونی، سببی نداره، سببش وضو گرفتن یا دخول به مسجد در واقع یا نماز قضایی نیست، بدون سبب هست. پس بنابراین خواندن نماز بدون سبب در اوقات مکروه جایز نیست. اما نمازی که ذوات الاسباب هست از نظر شرعی بنابر قول راجح و دلایلی که عرض کردم اشکال شرعی ندارد. تشکر جناب مولانا صاحب. و همچنان بیننده دیگری نوشتن که چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم با ام المؤمنین در سن 9 سالگی ازدواج کردند؟ در مورد به اصطلاح یعنی تعیین سن ازدواج که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها 9 سال داشتند یا بیشتر از این داشتند، اختلاف به اصطلاح در میان سیره‌نگاران وجود داره که برخی معتقد هستند که این حتی تا سن 18 سالگی رو هم برایشون در واقع ذکر کردن. از این مسئله که بگذاریم، به صورت کلی در زمان جاهلیت یا در زمان صدر اسلام، حتی تا یعنی همین مثلا شاید 50-60 سال قبل، مثلا سن ازدواج بسیار پایین بوده و این یک چیزی بوده که در عرف جامعه به اصطلاح قابل پذیرش بوده. مردم این رو یعنی هیچ گونه نجایی برای اشکالی داشته و عموما هم مردم یعنی زود ازدواج میکردن، هم دختر و هم پسر در واقع بعد از این که بالغ میشدند ازدواج میکردن و معمولا در بعضی از جاها یعنی حتی در سن 9 سالگی، یعنی حتی امروزه هم یعنی بسیار زیادند کسانی که در سن 9 سالگی در واقع به بلوغ میرسند و وقتی که یعنی انسان به سن بلوغ رسید یعنی وقت ازدواجش در واقع رسیده میتواند ازدواج بکند. و در بسیاری از جوامع امروزه هم در بعضی از جاها مانند افغانستان یا جاهای دیگه مثلا این مسئله یک مسئله قابل هضمی هست، یعنی هیچ گونه اشکال و ایرادی نه از نظر شرع بر این هست و نه از نظر عرف در این زمینه هیچ گونه اشکالی رو نداره. حتی در زمان امام شافعی رحمت الله علیه یعنی اشتباه نکنم ایشون مقوله دارند، میگوید که من مادر بزرگی رو دیدم که سن 21 سال داشت،
یعنی در سن 21 سالگی مادر بزرگ شده بود. یا حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص در واقع با پدرش، یعنی عمرو ابن عاص با پدرش، یعنی فقط تفاوت سنیشون 10 سال بیشتر نبوده. یعنی این که سن ازدواج در زمان قبل یعنی پایین بوده و هیچ گونه عیب و ایرادی رو هم در واقع نداشته و جایی برای ایراد گرفتن هم در این زمینه نیست. گذشته بر این که حتی در مورد تعیین سن ازدواج حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در میان علما اختلاف نظر وجود. تشکر جناب مولانا. و همچنان بیننده دیگه نوشتن که گرفتن موهای بدن چه حکم دارد و بعضی از مردها موهای روی سینه یا شانه های خود را میگیرند. موهای بدن به صورت کلی بر 3 قسم تقسیم می شوند. یعنی مواردی هست که شریعت اسلامی دستور داده که این موها باید نگه داشته بشوند، مانند محاسن و ریش که واجب هست، جز واجبات شرعی هست بنابر روایات متعددی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه نقل شده که محاسن خود را نگه دارید و رها بکنید. یعنی این جز موارد واجب هست که امر شده در این زمینه. و موهای در بدن هستند که از نظر شرعی باید زدوده بشوند و تراشیده بشوند، مانند موهای زیر ناف و موهای زیر بغل هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا رو جزء خصال فطرت و نشانه های اسلام و اعمال اسلامی اینها رو معرفی کرده. در روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند 10 من الفطره، که گرفتن موی زیر ناف و در واقع موی زیر بغل هست. اینا دو طرف قضیه هست و موارد دیگر جز مواردی هستند که جایز و حلال است. به طور مثال گرفتن موی سر جایز و حلال، هیچ گونه اشکالی نداره. و بقیه جاهای بدن، یعنی موی سینه باشه، موی کمر باشه، موی دست و پا باشه، گرفتنشون برای مرد و زن از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی رو نداره و گناه نیست. تشکر جناب مولانا صاحب. همچنان بیننده دیگه نوشتن که در مورد نماز وتر توضیح دهید که نماز وتر 1 رکعت از 3 رکعت است، چند رکعت خوانده شود؟ در مورد نماز وتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت‌های متعددی در واقع نقل شده که حداقل آن 1 رکعت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که صلات اللیل مثنی مثنی، نماز شب 2 رکعت 2 رکعت هست. و در آخر فرمودند اگر کسی از شما ترسید که فجر در واقع طلوع بکنه، صلی رکعتا، 1 رکعت دیگر بخواند که نمازش رو وتر میکند. یعنی 1 رکعت رو نماز وتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم به این گونه و از دستوریشون در واقع ثابت است. حداقل وتر 1 رکعت است که در مذهب امام شافعی و در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بر این عمل می شود. و حد اقل کمالش یعنی حد اقل کمال 3 رکعت هست. یعنی عمومی ترین چیزی که در میان مذاهب اهل سنت وجود داره همون 3 رکعت نماز وتر هست که کاملتر از 1 رکعت نماز وتر است. منتها اگر کسی به خاطر ضیق وقت مثلا مجبور بود فقط 1 رکعت نماز وتر بخونه، قبل از فجر بود و فقط به اندازه 1 رکعت نماز وقت داشت، از نظر شرعی اشکال ندارد، میتواند که 1 رکعت نماز وتر را بخواند. اما اولاتر و بهترش و در اکثر روایت هم اومده به صورت 3 رکعت اومده که 3 رکعت وتر باشه. 5 رکعت هم وارد شده، 7 رکعت هم وارد شده، 9 رکعت هم وارد شده. تمام این صورت ها از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از روایاتی که از ایشان نقل شده ثابت هست. و معمول ترینش و حد اقل درجه کمالش همون 3 رکعت هست که 3 رکعت هم به 2 کیفیت خونده می شود. یعنی 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات خونده بشود، یا اینکه با 2 سلام و 2 تحیات خونده بشود. یعنی اینکه 2 رکعت خونده بشود و بعد از آن سلام گفته بشود و 1 رکعت دیگر جداگانه خونده بشود. این روش هم درست است. یا اینکه 3 رکعت را یک جا هم بخونند، باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره. و اون چیزی که از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات هست. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر روایتی که در این زمینه وجود داره و قیاس بر نماز مغرب، اینو گفتند که 3 رکعت به صورت نماز مغرب با 2 تحیات هم در واقع در مذهب امام ابو حنیفه است. اما درست‌تر و صحیح‌ترش همون 3 رکعت با 1 سلام است. تشکر جناب مولانا صاحب. یک پرسش به طور پرسش آخری میپرسیم و 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. آیا گرفتن مهریه از نظر اسلامی جایز است؟
بله هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. مهریه جز حقوقی هست که به اصطلاح در آیات قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زن به اصطلاح تعیین شده و هر مقدار مهریه ای را که زن و شوهر با هم دیگر توافق بکنند از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و حق زن هست و نه تنها این که به اصطلاح حق زن هست و جایز هست بلکه واجب هم هست که حتما در ازدواج باید مهریه باشد. ازدواج بدون مهریه درست نیست و الله متعال میفرماید و آتوا النساء صدقاتهن نحله. نحله به معنی فریضه هست. این یک فریضه و فرضی از جانب الله متعال که دستور داده که مهریه زنان را برای زنان بعد از عقد نکاح یا به مناسبت عقد نکاح باید پرداخت بکنند. تشکر جناب مولانا صاحب و سپاس از اینکه در این هفته در برنامه با ما بودین و در خدمت بیننده ها. جزاک الله خیرا. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته که خدمت حضورتان تقدیم گردید. تا هفته بعد که باز هم با برنامه دیگری در خدمتتان قرار خواهیم گرفت. شما را به الله متعال میسپاریم. الله یار و مددگار همه ایتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی فارسی 24 و به خصوص علاقه‌مندان برنامه پرسش و پاسخ. الله متعال را سپاسگزارم که با جناب مولانا عبدالقدوس دهقان با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان قرار داریم. ابتدا از طرف خود و به نمایندگی از شما به جناب مولانا صاحب عرض سلام و ادب می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید مولانا صاحب. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. در خدمت شما و بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم. تشکر جناب مولانا صاحب. خب بینندگان عزیز، قسم برنامه‌های گذشته ابتدا چند پرسشی که بیننده ها از طریق فیسبوک یا ایمیل فرستادن به خوانش میگیریم تا که مولانا پاسخ بدهند. بعدا ان شاء الله که شماره تماس زیرنویس میشه، ان شاء الله که تماس های شما را نیست با خود داشتیم. خب جناب مولانا صاحب، بیننده پرسیدن که اگر از کسی که مسلمان نیست چیزی گرفتیم مثل خوردنی یا بالعکس، آیا استفاده از آن درست است یا گناه دارد؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در مورد غذای غیر مسلمانان اهل کتاب و
کافرانی که اساساً اهل کتاب نیستند، مشرک یا به صورت کلی بیدین هستند که به هیچ دین و آیین آسمانی ایمان و اعتقاد ندارند، در مورد ذبیحهشون تفاوتی وجود داره. یعنی الله متعال ذبیحه اهل کتاب را برای مسلمانان و بالعکس ذبیحه مسلمانان را برای اهل کتاب جایز و حلال قرار داده. اليوم احل لكم الطیبات و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم، که در آخرین حج رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال اعلام فرمودند که امروزه طیبات، چیزهای پاکیزه برای شما حلال هست و طعام اهل کتاب برای شما حلال هست و طعام شما برای اهل کتاب حلال هست. منتها بنابر روایاتی که در این زمینه هست و از تفسیر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقش شده و سیره عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، مراد از طعام در اینجا مطلق خوراکی یا چیزهای نوشیدنی و خوردنی نیست، بلکه منظور این آیه یعنی ذبیحه اهل کتاب برای شما حلال هست. یعنی این که اگر یک یهودی یا نصرانی بر اساس همون معتقداتی که خودشون دارن یک گوسفندی رو یا گاو و گوسفندی رو ذبح بکنند، خوردن از گوشتش برای مسلمانان حلال هست. و همچنین اگر مسلمانی حیوانی رو ذبح بکند و برای اهل کتاب این حلال هست. این مورد اتفاق هست و تصریح اومده در این آیه که طعام اهل کتاب برای مسلمانان حلال هست و طعام مسلمانان یعنی ذبیحه مسلمانان برای اهل کتاب جایز و حلال هست و این مورد اتفاقی هست در این زمینه. مورد دیگری که هست، یعنی برخی از مردم اینگونه فهمیدن که طعامی که در این آیه آمده که طعام اهل کتاب برای شما حلال هست یعنی مطلق تمام خوردنی های، یعنی هرچی که مثلا خوردنی های دیگر رو هم شامل می شود. و از این قید این طور فهمیدم که وقتی که طعام اهل کتاب برای ما حلال هست، پس طعام غیر اهل کتاب برای ما حلال نیست. عرض کردم که در اینجا مراد یعنی ذبیحه اهل کتاب هست، یعنی حیوانی را که اهل کتاب یهود و نصارا سر بریدند و ذبح کردند، مطلق طعام نیست. پس بنابراین طعامی یعنی غذاهای دیگری که انسان از غیر مسلمان ولو اینکه کافر مطلق باشد، به هیچ دین و آیینی ایمان نداشته باشد، غذایی رو اون بفروشد برای ما حلال هست، ذبیحهش حلال نیست. فقط از میان کافران اهل کتاب مستثنا هستند به تصریح آیه قرآن در سوره مائده که ذبیحه اهل کتاب یهود و نصارا برای مسلمانان حلال هست، ذبیحه کافران دیگر حلال نیست، مجوسی باشد یا بقیه ادیان به اصطلاح دیگر باشند، ساخته و پرداخته دست بشر باشند. اصلا کسی که کافر مطلق هست، به الله ایمان ندارد، به کتاب‌های آسمانی هیچ ایمان ندارد، ذبیحه چنین فردی برای مسلمانان حلال نیست. اما غذاهای دیگرشون حلال هست. یعنی فرض کنیم که یک فردی باشه که کافر حربی هست، یک کافر مطلقی هست، به هیچ دین و آیینی پایبند نیست و ایمان ندارد، یک مغازه و بخالی زده، مواد غذایی میفروشد، سبزیجات میفروشد یا حبوبات یا چیزهای دیگری رو میفروشد، خریدن از این فرد هیچ گونه اشکالی نداره، حلال هست. دعوت شدن خونهش اگر کسی رفت از غذاهای دیگری بهش داد، به استثنای گوشتی که به اصطلاح یک فرد غیر مسلمان اون ذبح کرده باشه، غیر اهل کتاب ذبح کرده باشه، که اون حرام است. اگر اون رو هم یک فرد مسلمان ذبح کرده یا یک فرد اهل کتاب ذبح کرده باشه، ولو اینکه این گوشت رو شما در خونه یک کافر مطلق میخوری، در نظر شرعی اشکالی ندارد. اون چیزی که از نظر شرعی حرام هست فقط ذبیحه غیر اهل کتاب هست، حیواناتی که توسط کافران مطلق و غیر اهل کتاب ذبح شده برای مسلمانان در واقع حرام هست. اون ذبیحه‌ای که دیگران ذبح کردن غیر از اهل کتاب و بقیه خوراکی هایشون، نوشیدنی هایشون، دعوتی رفتن خونهشون یا خرید از مغازه هاشون هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود نداره. تشکر. بیننده دیگری همچنان پرسیدن که اگر یک شخص مطمئن باشد که چشمش زدند و آن را و آثار آن را در زندگی خود ببیند، چگونه میتواند این مشکل را حل کند؟ در مورد چشم زخم یا به تعبیر عامیانه چشم زدن، یک سری یعنی توهمات یعنی بیش از حدی متاسفانه در جامعه وجود دارد و یعنی کمتر شخصی رو شاید شما
پیدا بکنید که مشکلی داشته باشه و فکر نکنه که اونو چشم زده باشد. هر کسی که دچار مشکلی می شود حتما فکر می کند که حتما کسی ما را چشم زده یا سحر کرده باشه. گرچه چشم زدن از نظر شرعی حق هست و حقیقت هست و امکان پذیر هست، اما این گونه نیست که هر کسی که در زندگیش دچار مشکلی شد حتما اون کسی چشم کرده باشه. برای اینکه انسان چشم نشود، کسی اون رو چشم زخم نزند، راه شرعیش این است که انسان باید پایبند دستورات اسلامی باشد و پایبند قرآن باشد، همیشه قرآن را تلاوت بکند، بر قرآن عامل باشد، اذکار صباح و مسا را و سوره هایی از قرآن کریم را، آیت الکرسی را، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بعد از هر نماز بخواند و در هنگام خواب بخواند، اینها را بر خودش دم بکند. ان شاء الله الله متعال را از شر حاسدین و کسانی که چشم به اصطلاح شوری دارند یا میخوان سحر بکنند، ان شاء الله الله متعال انسان را حفاظت میکند. اما بالفرض اگر کسی مطمئن بود که چشم خورده، الان برای این که به اصطلاح این عارضه چشم زخم رو برطرف بکند چه کار بکند؟ مهمترین راهش و مطمئنترین راهش این است که اگر میداند که مثلا فلان شخص اونو چشم زده، مشخص هست یک فردی شاید در جامعه و در محله معروف باشد که فلانی چشمش خیلی تیز هست و اثر میکند، اگر مطمئن است که فلانی چشمش زده، خب از اون طلب بکند که وضو بگیرد یا غسل بکند و این آب وضو و غسل را این فردی که چشم شده بر سر روی خودش بریزد. انشاءالله الله متعال به همین کیفیت اون رو شفا میدهد. این مؤثرترین و مستقیمترین در واقع راه است. اما اگر کسی که یعنی نمیداند که چه کسی اون رو در واقع چشم زخم زده، بهترین راه این است که آیات قرآن کریم را بخواند، بر خود بدمد و سوره فاتحه را یا معوذتین را، قل الله احد را و همچنین آیت الکرسی را، اینها را بخواند، بر آب بدمد و بر وجود خود بدمد، بر آب وقتی که دمید از این آب بخورد یا با این آب غسل بکند، انشاءالله که عارضه چشم زخم از اون دور خواهد شد. جزاکم الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که آیات قرآن کریم کم کم نازل شده یا که خداوند همه را در شب قدر نازل کرده است؟ یک موردی که در این زمینه مورد اتفاق هست این است که آیات قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کم کم نازل شده و در طول دوران نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم که 25 سال بود، قرآن بر ایشون کم کم و بنابر مناسبت هایی و بنابر تدرجی که و زمین سازی هایی که الله متعال میکرد برای اعلام یک حکم و به این ترتیب و بنابر مناسبت و بنابر ضرورت و نیاز رسول الله و جامعه مسلمانان در واقع آیات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشد و چه بسا که احیانا وحی از جانب الله متعال ختم میشد، مانند حادثه معروف افک تا یک ماه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل نشد و در آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم دلایلی بر این وجود دارد که قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا نازل نشده، بلکه جدا جدا و کم کم نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حسب نیاز و مصلحت، اون گونه که الله متعال در سوره فرقان میفرماید و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. یکی از اعتراضاتی که به اصطلاح کافران بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتند این بود که میگفتند خب چرا این قرآن یک جا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل نشده مانند تورات، مثلا همش یک جا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشد. این ایراد رو میگرفتند. الله متعال میفرماید كذلك لنثبت به فؤادك، یعنی علت و حکمت این که الله متعال قرآن را کم کم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده بود، یکی از دلایلش تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که تقویت قلبی باشد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد آزار و اذیتی قرار می گرفتند یا مشکلی برای ایشون پیش می اومد یا سختی دچار سختی میشدن در راه دعوت، می بینیم که آیاتی از قرآن کریم نازل می شدند و رسول الله صلی الله علیه و
وسلم رو دلداری میدادند و رسول الله دوباره تقویت میشدند برای انجام دعوت. یا یکی از فلسفه های تدرج در احکام شرعی هست، مانند بحث تحریم شراب که کم کم نازل شد تا اینکه جامعه بتواند این حکم رو بپذیرد یا به صورت عقلانی و به صورت طبیعی بتواند از گذشته خودش کم کم جدا بشود و دور بشود، تا اینکه وقتی که زمینه کاملا مناسب شد الله متعال حکم نهایی رو در واقع نازل کرد و فلسفه های دیگری رو دارد. در این زمینه همه علما اتفاق نظر دارند که قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت جداگانه و کم کم و در مدت 23 سال نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. بعضی از آیات و سوره ها مکی هستند، یعنی اینکه در مکه و قبل از هجرت نازل شدند، و برخی دیگر مدنی هستند، یعنی اینکه بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شدند. و منتها مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که بنابر آیاتی که در این زمینه وجود دارد الله متعال قرآن را یک باره در شب قدر نازل کرده و همانگونه که در جاهای متعددی از قرآن کریم الله متعال میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در این از این آیات متوجه یعنی ما برداشت می شود و صریح هستند در این که کل قرآن در ماه مبارک رمضان یا در شب قدر نازل شده. این مجال این حکم و این آیه در چه زمینه هست؟ علما معتقد بر این هستند که مراد از این که قرآن یک جا نازل شده در شب قدر یا در ماه مبارک رمضان این است که الله متعال قرآن را از لوح محفوظ به آسمان دنیا یک جا نازل کرده. یعنی در شب قدر و در ماه مبارک رمضان الله متعال قرآن کریم را از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل کرده و از آسمان دنیا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال نبوت ایشان در واقع نازل شده. گرچه در این قضیه دوم که قرآن همیشه در ماه مبارک رمضان نازل شده باشه، برخی از علما نظر دیگری رو دارند. بعضی این گونه تعبیر کردند که آغاز نزول قرآن در این زمینه بوده، اما قول جمهور علما بر این است که قرآن به صورت دست جمعی و یک جا در ماه مبارک رمضان و شب قدر از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده یک جا و از آسمان دنیا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت کم کم و بنابر مناسبت ها در ظرف 23 سال نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده است. تشکر جناب مولانا صاحب. بعد از یک پرسش انشالله که تماس بیننده ها را به خود خواهیم داشت، سوال دیگه بیننده پرسیدن که نحوه پوشش دختر طبق شریعت اسلام در جلسه خواستگاری، یعنی هنگام صحبت با خواستگار چگونه باید باشد؟ اصل بر این است که در هنگام عروسی یک اصلی رو که شریعت اسلام رو به اصطلاح معیار قرار داده این است که دو طرف دختر و پسری که میخواهند با همدیگر ازدواج بکنند و یک عمری با همدیگر یک کانون گرمی رو تشکیل بدن و با همدیگر زندگی بکنند، این است که انتخابشون یک انتخابی باشه بر اساس رضایت و قناعت، یعنی همدیگر رو دیده باشند، پسندیده باشند و برای تشکیل این زندگی زناشویی و مشترک رضایت داشته باشند. بدون رضایت اصلا ازدواج یعنی منعقد نمی شود. شرط اصلیش این است که هم پسر به اصطلاح و هم دختر هر دوتا راضی باشند و به تعبیر شرعی ایجاب و قبولی بنابر رضایت صورت بگیرد تا اینکه نکاح یک نکاح معتبری باشد. و در روایاتی داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ترغیب کردن برای این که انسان یک یعنی انتخابش یک انتخاب درستری باشه، در یعنی پشیمانی و ندامتی از این زندگی دوباره نداشته باشد. این است که هم پسر باید دختر را ببیند و همین که دختر بداند که خواستگارش که هست اون رو ببیند. این حق شرعی دو طرف هست. اما آن چیزی که در میان عامه فقها هست این رؤیت در حد رؤیت صورت هست، یعنی اینکه صورت دختر یعنی نمایان باشه و دختر و پسر همدیگر را ببینند. اگر در حضور پدر و
مادر هستند یا افراد دیگر از خانواده با هم دیگر صحبت بکنند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما حجاب باید حجاب کاملی باشه، به استثنای صورت که اصل پسندیدن در صورت هست و بقیه شکل و به اصطلاح قد و قواره از ظاهر انسان هم در واقع قابل تشخیص است و این اندازه از شریعت اسلامی مباح است و بسیاری از خانواده ها در این زمینه می‌بینیم سختگیری می‌کنند، یعنی به هیچ عنوان اجازه نمیدهند که کسی که به خواستگاری اومده دخترشون رو ببینه و رؤیت شرعی انجام بگیرد و برخی دیگر از جنبه دیگر تساهل دارند که به مدت طولانی این دختر و پسر با همدیگر هستند به بهانه این که همدیگر را بشناسند و با اخلاق دیگر آشنا بشوند. هر دو موردش از نظر شرعی هم افراطش و هم تفریطش از نظر شرعی معتبر نیستند و درست و جایز نیستند. اون چیزی که معتبر هست و در حد وسط هست این است که دختر و پسر می توانند در حضور پدر و مادر با همدیگر صحبت بکنند، همدیگر را ببینند و بعد از این که همدیگر را پسندیدن می توانند که عقد نکاح را جاری بکنند. تشکر. خب بینندگان عزیز، شماره تماس برنامه زیرنویس شده که هر کس خواسته باشند که با ما در برنامه تماس بگیرن می توانند از به شماره تماس بگیرن و سوال خودشان را مطرح کنند. و الان سوال بعدی از بیننده را میپرسیم. تماس فکر کنم نداریم. بیننده دیگه همچنان پرسیدن گذاشتن عکس خواب گرفته در منزل آیا اشکالی دارد؟ عکس هایی که عکس منظره باشه مواردی از این قبیل باشند، دشت و دریا باشند یا امور دیگری باشند غیر از حیوانات ذی‌روح از نظر شرعی اشکالی ندارد. یک منظره زیبایی هست، عکس از مسجدی هست، از مسجد الحرام هست یا از یک منظره زیبایی هست، از یک اشیای به اصطلاح عتیقه و زیبایی هست، اینها از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد که اینها از این تابلوهای انسان استفاده بکنند. اون چیزی که از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند عکس به اصطلاح انسان و حیوان جاندار و زنده‌ای هست که نمایان باشه، به صورت سایه نباشه، یعنی کاملا مشخص باشه، تمام اعضای بدن و جوارح این حیوان کاملا مشخص باشه و یک عکس واضحی باشه. این از نظر شرعی اشکال داره و در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که فرشتگان رحمت در خانه‌ای که در آن عکس باشد، یعنی عکس انسان یا ذی‌روحی باشه که بر روی دیوار و تابلو شده باشه و نصب شده باشه، این از نظر شرعی اشکال دارد و فرشتگان رحمت وارد چنین اتاقی نمی‌شوند و از نظر فقها هم در خانه‌ای که در آن عکسی باشد، یعنی عکسی که نمایان و ظاهر باشد و بر روی دیوار نصب شده باشد، خواندن نماز هم مکروه است. کراهت نماز بستگی به نوع عکس دارد و مکان عکس دارد. عکسی که در روبروی به صورت نمازگزار هست، به طرف قبله هست، این کراهتش بیشتر هست و بعد از اون عکسی که سمت راست و چپ باشه کراهتش باز یه مقدار کمتر هست و عکسی که مثلا پشت سر نمازگزار در دیوار مثلا پشت سرش باشه این باز کراهتش کمتر است. اما در هر صورت وجود عکس در یک خانه یک از اسبابی هست که فرشتگان رحمت وارد اون منزل نمیشوند و چه بسا که وقتی که معنی این که فرشتگان رحمت وارد نمیشوند این که برکت از اون خونه در واقع کم خواهد شد. تشکر. و همچنان بیننده دیگه درباره فرزند خواندگی اطلاعات بدهید، آیا حرام است یا حلال؟ در مورد فرزند خواندگی که دو نوع فرزند خواندگی یعنی در جامعه این گونه برداشت می شود که فرزند خوانده هستند. یکی این که در زمان جاهلیت بوده، یک فرد می اومده یک فرزندی رو، یک فرزند کسی دیگر رو به فرزندی خودش قبول می کرده و این رو مردم هم صدا می زنند که فرزند فلانی هست، مانند حضرت زید که معروف بود ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم معروف بود که پسرخوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن که در اون زمان تمام احکام فرزندی رو بر اون جاری می‌کردند، یعنی هیچ تفاوتی با فرزند حقیقی نداشت از نظر محرمیت، از نظر ارث و میراث و بقیه احکام اون رو در واقع مثل فرزند خودشون به اصطلاح حساب می‌کردند و حتی اون رو به نام اون کسی که این را به فرزندی قبول کرده بود به نام اون می‌گذاشتن. مثلا زید رو میگفتن زید ابن محمد صلی الله علیه و سلم. این رو الله متعال در قرآن کریم این رو الغا کرد، این حکم مدتش تمام شده.
امروزه جایز نیست که ما یک فرزندی رو به عنوان فرزندی قبول بکنیم و بشود یعنی شناسنامه‌اش رو بزنیم به اسم خودمون که فلانی فرزند من هست و مانند بقیه فرزندان من یعنی محرم باشه با خانواده من مثلا، یا این که مثلا حکم میراثش و بقیه احکام مثلا محرمیت رو کاملا داشته باشه. این از نظر اسلام باطل هست و چنین فرزندخواندگی امروزه وجود ندارد که الله متعال می‌فرماد ادعوهم لآبائهم، اونها فرزندان شما نیستن، فرزندان کسانی دیگر هستن، شما اونها رو به نام پدرانشون صدا بزنید، فرزندان شما نیستن، بلکه شما بگید که به اصطلاح خدمتکار ما هستند یا از این قبیل تعبیرات بکنید، تعبیری باشه، این از نظر شرعی اشکال نداره. اما این که بگید فرزند من هست به این معنی که مثل بقیه فرزندان احکام فرزندی بر اون جاری بشود، این از نظر شرعی درست نیست. اما این که میگن که فلان خانواده مثلا کسی رو به فرزندی خودشون قبول کردن، همه میدونند که این کسی که به فرزندی خودشون قبول کردن فرزند خودشون نیست و به این معنی نیست که از اونها ارث ببرد یا محرم این افراد یا بقیه افراد فامیل در واقع باشد. یک فردی هست، نوزادی هست، بی سرپرست هست، الان یک کسی اومده سرپرستی نوزاد رو قبول کرده، میگن که فلانی فلان نوزاد رو مثلا به فرزندی گرفته، در صورتی که مثلا اسمش تفاوت داره که این فرزند این شخص نیست. یعنی حتی اگر مثلا اسمش رو کسانی که فرزندی رو قبول میکنند برای اینکه پرورش بدن، نباید اسمش رو به اسم خودشون بزنند، یعنی شناسنامه بدن به این صورت که فرزند خودشون قرار بگیره که در تمام اوراق و دفاتر رسمی بشود فرزندشون. صرفا این که یک نوع خدمتی رو کرده باشند، احسانی رو کرده باشند، یک بچه بی سرپرستی هست و پدر و مادری ندارد یا به اصطلاح پدر و مادرش فوت کردند یا به هر دلیل دیگری، الان یک شخصی اومده این رو به فرزندی گرفته، این به معنی پرورشش رو قبول کرده، از نظر شرعی اشکالی ندارد. نه تنها اشکال ندارد بلکه یک امر بسیار پسندیده و یکی از به اصطلاح مواردی هست که قطعا الله متعال ثواب و پاداش بسیار زیادی رو هم بر این ان شاء الله که عنایت خواهد کرد و یک فضیلتی و یک نوع حس انسان دوستی هست که قطعا بی نصیب و بی بهره نخواهد. تشکر جناب مولانا صاحب. همچنان بعضیا خواهرخواندگی یا برادرخواندگی بین همدیگر میگیرند، خصوصا در عصر زمان خیلی زیاد شده در بعضی از مثلا شرکت هایی که با هم کار میکنن، یکی دیگری را برادر خواهر میخوانند. درباره این مکمتون معلومات اگر این که مثلا میگه من یک فردی مثلا میاد یکی میاد که این در حکم برادر من هست، یعنی اگر منظورش این باشه که مثلا ما دو نفر به اندازه با همدیگر صمیمی هستیم، به اندازه با همدیگر دوست هستیم، در خوشی و در مشکلات با هم هستیم که مثل دو برادر هستیم، این از نظر شرعی اشکالی نداره، فقط در این اندازه باشه، یعنی به اندازه دو نفر دوست بسیار صمیمی هستیم که در تمامی موارد و مشکلات زندگی با هم هستیم، پس بنابراین مثل دو برادریم، با هم دیگه برادریم یا با هم دیگه خواهر هستیم، این از نظر شرعی اشکالی نداره. اما این که دو نفر مثلا بگویند که ما برادر هستیم، یعنی احکام برادری بر ما ثابت بشه که مثلا این با این فردی که برادر اون هست با خواهرای اون محرم باشه یا اون فرد با خواهرای این محرم باشه، یا فرض کنیم که یک پسر و دختر مثلا در یک جا کار میکنن، میگه ما با هم دیگر پیمان خواهری و برادری بستیم، خواهر و برادر هستیم، به هیچ عنوان اینا خواهر و برادر شرعی قرار نمیگیرن و محرم هم دیگر به هیچ عنوان قرار نمیگیرن، ولو اینکه بسیار دوست باشن، بسیار صمیمی باشن، بسیار به قول معروف پشت همدیگر رو داشته باشن، در مشکلات به همدیگر رسیدگی بکنن، اما باز هم خواهر و برادر شرعی نیستن. یعنی احکامی که محرم و نامحرم هست کاملا بر اونا تطبیق می شود. خلوت مثلا با درست نیست، صحبت کردن بی مورد درست نیست، سفر رفتن درست نیست، دیدن بی مورد، اینها در واقع درست نیستند. و با اینکه یک جوانی و پسری یک دختری رو خواهر خودش بخواند، خواهر شرعیش قرار نمیگیرد، همچنان نامحرم هست، ازدواج با اون درست هست و همچنین به اصطلاح اختلاط و خلوت کردن با این خواهر خوانده در واقع نظر شرعی درست نیست. جزاکم الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری پرسیدن که حکم شرعی تتوی ابرو یا حاشور ابرو برای وضو و غسل چگونه هست؟ بعضیا تتوی ابرو میکنن، غسل میگیرن، وضو میگیرن قبل از آن، بعد در وضوی بعدی انگشتای خود اگر رنگ ناخن بکنن یا یک ابروی خود یا آرایش استفاده بکنن، از این چی میکنن که ما قبلا وضو گرفتیم مثلا رنگ ناخن زدن، در وضوی قبلی حساب میکنن.
در این باره میشه کمتر معلومات بدید؟ در مورد مثلا مواردی از قبیل تاتو یا خالکوبی، این یک حکم از نظر شرعی حکم جداگانه دارد که این از نظر شرعی چون این عملی جایز نیست و صحیح نیست که انسان بدن خودش را خالکوبی و تاتو بکند. این حکم شرعیش از در این زمینه. و حکم وضو بالفرض اومدیم اگر کسی چون این کاری رو انجام داد وضوش اشکال ندارد، زیرا که معمولا این رنگی نیست که مثل لایه بر روی جلد و بر روی پوست باقی بماند، بلکه ماده‌ای هست که در خود پوست تزریق می شود و زیر پوست هست و این مانع از صحت غسل یا صحت وضو نیست. خود این عمل از نظر شرعی جایز نیست، اما بالفرض اگر کسی انجام داد به این معنی نیست که تمام وضوهایش باطل هست و تمام غسل‌های باطل هست و بنابر به اصطلاح عقیده بعضی از مردم این در واقع ناپاک هست و به هیچ عنوان پاک نمیشه، که مثلا اونگونه که شما فرمودید که قبل از اینکه این کار رو انجام بدن مثلا وضو میگیرد، غسل میگیرد که این به اصطلاح در واقع غسلش حساب بشه. نه، خود این عمل از نظر شرعی جایز نیست، انسان نباید چنین کاری رو انجام بده. اما بالفرض اگر کسی این کار رو انجام داد، اون بحث گناهش یک بحث جداگانه هست، اما بحث صحت وضو و غسلش یک بحث کاملا در واقع جداگانه هست که وضو و غسلش از نظر شرعی درست است. اما این کسی که به اصطلاح لاک ناخن میزنند یا از این قبیل مواردی هست که اگر آرایشی باشه که به عنوان یک لایه اضافی بر روی بدن باقی میماند و مانع رسیدن آب به پوست بدن میشه، مانند بارزترین و مشخصترین مثالش همین لاک ناخن هست. این در واقع مانع از وضو و غسل است، ولو این که انسان زمانی که ناخنهایش رو لاک زده با طهارت کامل باشه، غسل کرده باشه، وضو گرفته باشه، به محض این که وضوش بشکند لازم هست که دوباره وضو بگیرد و حتما باید این لاک برداشته بشود و در صورتی که این لاک و این مانع بر روی بدن وجود دارد، این در واقع غسلش و وضوش از نظر شرعی درست نیست و به تبع اون در واقع نمازش هم از نظر شرعی درست نیست. منتها اگر کسی به اصطلاح فقط در ایام عادت ماهیانه میخواد از این لاک استفاده بکند که نیازی به غسل و وضو نداشته باشد، اساسا این اشکالی ندارد. اما در زمانی و در اوقاتی که باید نماز بخواند، در دوران پاکی هست، باید از زدن لاک پرهیز بکنند و اگر کسی هم در وقتی که میخواد غسل جنابت انجام بدهد یا غسل عادت ماهیانهش هست یا وقتی میخواد وضو بگیرد، اگر بر بدن و ناخنش از این لاک باشه حتما باید اون رو پاک بکنه. جزاکم الله خیرا. تماسی داریم. خب بنده عزیز بفرمایید. بله، سلام علیکم. بله بنده عزیز، سلام علیکم. بله بنده عزیز، تماس شما وصل است، بفرمایید. خب بنده عزیز میتوانم دوباره تماس بگیرن. میریم سراغ بنده بعدی. بفرمایید بنده عزیز. بله سلام علیکم. بله بنده عزیز شما وصل هستین، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟ میتونم کردی حرف بزنم؟ سلام علیکم، وقتاً بخیر. به زبان فارسی بگوین بهتر است چون متوجه نمیشیم. زبان فارسی. من نمیتونم پشت سر ملاهای ایران بنده عزیز از صدای تلویزیونتان را پایین بیارید بعد صحبت کنید. خب تماس بنده قطع شد. مولانا صاحب یک میان برنامه میگیریم بعد برمیگردیم. خب بنندگان عزیز، بعد از یک میان برنامه کوتاه ان شاء الله برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
أجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أبناء محمد. يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. بازم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. برنامه پرسش و پاسخ از شبکه جهانی فارسی 24 است. با جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در خدمت شما عزیزان هستیم. خب جناب مولانا صاحب، بعضی از بیننده ها از طریق صفحه شبکه پیام نوشتن که آنها را به خوانش میگیریم. بیننده پرسیدن که سه طلاق گفته شده و هر دو بعد از گذشت 1 سال پشیمان هستند. آیا راه حلی برای برگشتشان هست یا نه؟ در مورد طلاق ثلاثه در این زمینه اتفاق نظر وجود داره در میان مذاهب اهل سنت و به صورت کلی در دین مبین اسلام که بعد از نکاح شوهر صاحب 3 طلاق هست و اگر این 3 طلاق را در واقع صادر کرد و به قول معروف این طلاق را انداخت، در واقع اون محرمیتی که بوده و عقد نکاحی که بوده به صورت کلی از بین خواهد رفت. و طلاق اول وقتی که داده می شود یعنی طلاق رجعی هست، یعنی بعد از طلاق اول شوهر می تواند که دوباره رجوع بکند به زن خودش تا زمانی که زن در عدت هست و این 1 طلاق رفته، 2 طلاق دیگر هنوز وجود دارد و بعد از این که طلاق دوم را انداخت در اون صورت هم می تواند دوباره رجوع بکند تا زمانی که زن در عدت هست و می توانند دوباره زندگی خودشون رو ادامه بدند و این طلاق هم دیگه افتاده، یعنی حساب شده هست و میمونه 1 طلاق دیگر. و وقتی که طلاق سوم را انداخت در واقع این به اصطلاح بینونه کبرا هست، یعنی به صورت کلی این زن و شوهر از همدیگر جدا می شوند و نمی توانند دوباره با همدیگر رجوع بکنند، حق رجعتی نداره و حتی حق ازدواج هم با همدیگر ندارند مگر این که این زن با میل و رغبت خودش رو برود با یک شوهر دیگر ازدواج بکند و اون شوهر دوم اتفاقی اون رو طلاق بدهد یا اینکه فوت بکند و این زن دوباره بیوه بشود. در این صورت اگر خواست دوباره با شوهر اولیش که 3 طلاق انداخته اگر که خواست دوباره ازدواج بکند و در این صورت ممانعتی وجود ندارد. این در صورتی است که 3 طلاق رو کامل انداخته باشد. اما فرض کنیم که یک فردی فقط 1 طلاق داده باشد یا 2 طلاق داده باشد، دوباره رجوع نکرده تا اینکه از همدیگر جدا شدن، اینو میگن بینونه صغرا هست، این از همدیگر جدا هستند بدون نکاح. بعد از اینکه یک فردی مرد 1 طلاقی رو داده و تا 3 ماه یا 3 عادت ماهیانی رجوع نکرده، دوباره باز نگشتن به زندگی زناشویی و جایی نگفته که من زن خودم رو میخوام، دوباره زن من هست یا من رجوع کردم، چون حرفی رو نزده، این زن در واقع جدا می شود از این مرد. منتها خوبیش این است که بعد از مدتی اگر دوباره پشیمان شدن می توانند دوباره با هم دیگه با نکاح جدید دوباره ازدواج بکنند. اگر 1 طلاق باشد تا زمانی که 3 ماه نگذشته یا 3 عادت ماهیانه نگذشته می توانند که بدون نکاح دوباره با هم دیگر برگردند و طلاق دوم را اگر داد تا 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه دوباره میتونند بدون نکاح با هم دیگه برگردند. اگر بیشتر از 3 عادت ماهیانه زمانی که زن در عدتش تمام شد دیگه نمیتوانند با هم برگردند مگر اینکه دوباره با نکاح جدید باشد.
بعد از طلاق اول یا بعد از طلاق دوم. اما بعد از طلاق سوم که فردی زنش رو 3 طلاقه کرده باشه، 3 بار اون رو طلاق داده باشه و الان از هم دیگر جدا شدن و الان بخوان دوباره با هم دیگر ازدواج بکنن، شرطش این است که این زن باید برود با شوهر دیگری ازدواج بکنه. نه اینکه ما بگیم که برو ازدواج بکن، نکاح تحلیل نباشه، یعنی هدفش این نباشه که برگرده به شوهر اولش، خودش با طبیعت و میل خودش برود ازدواج بکند. این ازدواج دومش هم ازدواج ناموفقی باشه یا شوهرش فوت بکنه دوباره بیوه بشود و باز میتواند که با شوهر اولش ازدواج بکنه. در غیر این صورت به اتفاق مذاهب نمیتواند که به شوهر قبلیش برگرده. جزاکم الله خیرا. و همچنین بیننده دیگری نوشتن که سجده تلاوت در اوقات ممنوعه انجام دادنش درست است؟ سجده تلاوت و سجده شکر اوقات ممنوعی ندارد، در هر وقتی از زمان باشد به اصطلاح جایز هست و انسان نه تنها اینکه جایز هست در اوقات ممنوعی، حتی بدون وضو هم جایز هست. اگر کسی فرض کنیم که قرآن رو تلاوت میکند به وضو هست، از روی حفظ مثلا از روی موبایل مثلا تلاوت میکند و سجده تلاوت رسید، هیچ گونه اشکالی نداره که ولا اینکه بی وضو هست یا اینکه در اوقات ممنوعه هست، یعنی دقیقاً هنگام طلوع آفتاب هست یا هنگام استوا هست یا دقیقاً هنگام غروب هست که جزء اوقات ممنوعه و مکروه هستند، حتی در این اوقات هم میتواند سجده بکند، هیچ گونه منافاتی ندارد. جزاکم الله خیرا. و همچنان بنده دیگری نوشتن که گرفتن ناخن‌های دست و پا یکجا آیا اشکالی دارد؟ اشکالی ندارد که انسان یعنی جزء موارد هست گرفتن ناخن‌ها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم جزء خصال فطرت و نشانه‌های مسلمانی و طبیعت خالص و سالم اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی کردن و هیچ گونه اشکالی نداره که کل ناخن‌ها و معمولا هم این گونه هست که تمام ناخن‌ها رو انسان یک جا بگیره. اما فرض کنیم اگر یک کسی ناخن یک دستاش مثلا با هم میگیره، چون که معمولا ناخن دست رشدش بیشتر است و بعد از چند مرتبه که ناخن دستاش میگیره یک مرتبه ناخن پاهاش میگیره، هیچ گونه اشکالی نداره. وقتی که نیازی نیست برای گرفتن ناخن پا، لزومی هم نداره که حتما وقتی که ناخن‌های دست رو گرفتید حتما باید ناخن‌های پا رو بگیرید. یا مثلا چند تا انگشت مثلا ناخن‌های مثلا بزرگ شده بود، می‌خواست اونها رو یعنی کوتاه بکنه بچینه و بقیه ناخن‌ها یعنی نیازی نبود که اونها رو ناخن بگیره، در این صورت هیچ اشکالی نداره. و همچنین در مورد ناخن گرفتن وقت و زمان مشخصی وجود نداره، در هر وقتی که باشه، چه شب باشد یا در روز باشد یا اینکه در حالت جنابت باشد، در حالت عادت ماهیانه باشد، بی وضو باشد، در هر وقتی که یعنی بخواهد میتواند ناخن‌های خودش رو بگیرد. و یک نکته دیگر که بعضی تصور میکنند که اگر کسی وضو بگیرد یا غسل کرده باشد و بعد از آن ناخن‌هاش رو بگیرد وضوی شکسته یا غسلش باطل شده، نه چون این نیست. یعنی انسان که وضو داره اگر ناخنش رو بگیرد دوباره نیازی به وضوی دیگری غسل دیگری ندارد و جز شکننده های غسل و وضو نیست. و گرفتن ناخن در شب یا هر وقت دیگر هیچ گونه کراهت و ممنوعیتی هم ندارد. تشکر جناب مولانا صاحب. و همچنان بیننده دیگه پرسیدن که نوشتن نماز خفتن را تا چه وقت زمان شب میتونیم بخوانیم؟ در مذاهب اربعه یعنی نهایت وقتش همون به اصطلاح طلوع فجر صادق هست، یعنی تا زمان وقت به اصطلاح نماز فجر هست. منتها انسان بنابر روایاتی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده سعی بکنه که بیشتر از نصف شب نماز رو به تأخیر نیندازند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر بر امت من مشقت و زحمتی نبود من دستور میدادم که این نماز شب رو یعنی به تأخیر بیندازند، یعنی در ثلث اول شب این رو بیشتر به تأخیر بیندازند تا یعنی نصف شب و بیشتر از نصف شب این در واقع وقت اولا و بهترش همین وقت است. اما اگر اتفاقی افتاد که کسی نتونست که نماز خودش رو مثلا تا نصف شب بخواند، مجبور شد بعد از نصف شب بخواند، باز هم از نظر شرعی گناهکار نشده، نمازش قضا نشده، باز هم وقت نماز عشا هست. اما وقت اولا و بهترش این است که قبل از نصف شب خوانده بشود. جزاک الله خیرا. و همچنان بیننده دیگری نوشتن که قضایی روزه را به طور مسلسل گرفته شود یا اینکه به طور وقفه‌ای؟
هر دو موردش جایز هست. یعنی اگر کسی خواست که به صورت مسلسل یعنی پشت سر هم روزه بگیرد، این توانایی رو داشت، هیچ گونه اشکالی نداره. اگر نمیتوانست پشت سر هم بگیرد، به صورت جداگانه بگیرد، هر دو صورتش کاملا مجاز هست و لازم نیست که چون که در ماه مبارک رمضان کسی فرض کنیم که روزش به صورت مسلسل و پشت سر هم قضا شده، به علت عادت ماهیانه به طور مثال نتونسته که یک هفته رو پشت سر هم روزه بگیرد، لازم نیست که حتما قضاش باید یک هفته پشت سر هم باشد. این تتابع و پی در پی بودن قضای روزه لازمی نیست. اگر تونست یک روز بگیرد بعدش چند روز رو استراحت بکند یا بعد از یک ماه یک روز دیگر رو بگیرد یا تونست همه رو یک جا بگیرد، همش از نظر شرعی درسته و هیچ گونه اشکالی ندارد. تشکر جناب مولانا صاحب. همچنان بیننده دیگه نوشتن که پشت سر صوفی ها نماز خواندن چه حکم دارد؟ در این زمینه نمی شود که یک حکم کلی رو صادر کرد که نماز جایز هست یا نماز جایز نیست و معمولا اهل تصوف به اصطلاح درجات متفاوتی رو دارند. بعضی از اهل تصوف را صرفاً به عنوان تزکیه و احسان یا تربیت روحی و روانی قلمداد می‌کنند و هیچ گونه بدعت و خرافاتی در واقع ندارند. قطعاً نماز خوندن پشت سر چنین افراد هیچ گونه اشکالی نداره، ولو اینکه معروف باشند به اهل به اصطلاح تصوف باشند. اما چه بسا بسیاری از اهل تصوف باشند که بدعت‌های سنگینی رو مثلا داشته باشند، بسیاری از عقایدشون در حد شرک به الله متعال برسد، مثلا استمداد از غیر الله باشه، طلب حاجت از مردگان باشه که متاسفانه در بسیاری از جاهایی که اهل تصوف هستن و در برخی از طایفه ها و گروه های تصوف این رواج داره، اونها در واقع حکمشون متفاوت هست. اگر مراد از اهل تصوف کسانی باشه که غیر الله را به صدا میخوانند، عبدالقادر گیلانی و افراد دیگر رو در مشکلات صدا میزنند، استمداد از غیر الله دارند، از مردگان طلب حاجت میکنند، اونها حکمشون جداگانه هست. نماز خوندن پشت سر چنین افرادی از نظر شرعی درست نیست. اما اگر صرفا در حد ذکر و اورادی هست که میخونند و در حد شرک و بدعات مکفره نرسیده باشند، نماز خوندن پشت سرشون اشکالی ندارد و عموم اهل تصوف الحمدلله از همین گروه اول هستند. یعنی صرفا یک نوع به اصطلاح بیعتی دارند یا یک نوع اذکار و اورادی را که هست که در میانشون رواج داره که پایبند اونا هستند و عموما در حد شرک یا بدعت‌های مکفره نرسیدن. اما بالفرض اگر در جاهای مشخص هست که فلان صوفی از غیر الله حاجت می‌طلبد یا مرتکب سحر و جادو و موارد دیگر می‌شود، از مردگان حاجت می‌طلبند، حکم اونها در واقع متفاوت هست و نماز خواندن پشت سر چنین صوفی جایز نیست. تشکر جناب مولانا صاحب. و همچنان بیننده دیگر سوال فرستاده بودن، پرسیدن که مردم میگن در شب جارو کردن خانه یا دکان کار درستی نیست، نظر شما در این باره چی هست؟ از نظر شرعی نظافت در هر وقتی که انسان نیازی به نظافت باشد، نظافت بدن باشد یا نظافت به اصطلاح محل زندگی باشد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی و ممانعتی وجود نداره. همان گونه که انسان میتواند در روز حمام برود، در شب هم میتواند حمام برود، هیچ گونه ممانعتی و ممنوعیت شرعی وجود ندارد. همان گونه که در روز میتواند خونه‌اش رو، مغازه‌اش رو، محل کارش رو جارو بزند و تمیز بکند، به همان گونه در شب یا هر وقت دیگر از نظر شرعی میتواند و هیچ گونه اشکالی و کراهتی و به اصطلاح نحوستی و بیبرکتی وجود ندارد و کاملا از نظر شرعی جایز و مباح است. تشکر جناب مولانا صاحب. همچنان بیننده دیگر پرسیدن که آیا جایز است از مرغ‌های یخ زده یعنی گوشت‌های یخ زده بخوریم یا نه؟ گوشت های یخ زده و مرغ‌هایی که مرغ یا گوشت باشه در واقع بستگی به این داره که از کجا آمده و شرکتی که اونها را تولید کرده چی هست. اگر در یک کشور اسلامی باشد که معروف است که مسلمانان اونها را ذبح کردند و در هنگام ذبحشون نام الله متعال را در واقع بردند یا
از یک افرادی هستند شرکت صاحب شرکت فرض کنیم که یک اهل کتاب از یهودی و نصرانی هست که در هنگام ذبح کردن نام الله متعال را میبرند، اشکال نداره، اینها جزء مواردی هستند که حلال هستند. اما اگر ثابت شده باشد که فلان شرکت مثلا مرغ هایش ذبح شرعی نیست، به این معنی که حیوانات را، گوسفند و گاو و شتر یا مرغ ها را به طور مثال خفه میکنند یا با شوک برقی اونها را میکشند، تفاوتی نداره که اون کسی که این کار رو میکنند مسلمان باشد یا اهل کتاب یا کافر باشد. در هر صورت خوردن چنین به اصطلاح گوشتی از نظر شرعی جایز نیست. یعنی گوشتی که به اصطلاح حیوانش ذبح شرعی نشده و با شوک برقی کشته شده یا با ضربه بر سر اونو کشتند یا خفش کردند، تفاوتی نداره که این کسی که این کار رو کرده مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد، در هر صورت حرام است. اما اگر شرکت هایی که معمولا هستند در کشورهای اسلامی یا شرکت هایی که به اصطلاح نماینده دارن در کشورهای اسلامی یا وارد کننده ها یک نوع نظارتی بر اون شرکت ها دارن و مطمئن هستند که اینها یعنی ذبح شرعی میشن، به معنی که سرشون در واقع بریده میشود، خونشون جاری میشوند، با شوک برقی و ضربه در واقع کشته نمیشوند، از نظر شرعی اشکال نداره که انسان از چنین گوشتهایی استفاده بکنه. جزاکم الله خیرا. 2 سوال و 2 دقیقه وقت داریم که مختصرتر اگر جواب بدین. بیننده دیگه نوشتن که حجاب و قبولی که در آن خطبه خوانده شده آیا همخوابی هم به آن جایز است یا نه؟ قطعا وقتی که ایجاب و قبول شد، یعنی در خطبه ولی اینکه خطبه هم خونده نشود، یعنی ایجاب و قبول شد در حضور 2 نفر شاهد و ولی زن، در واقع این نکاح شرعی هست و خود خطبه خوندن و عقد خوندن به اصطلاح معروف یعنی خطبه عربی خوندن این جزء سنت‌های نکاح است و جزء شرایطش نیست. وقتی که ایجاب و قبول شد دختر و پسر در حضور 2 نفر شاهد و با ولی و سرپرست دختر گفتند که همدیگر رو می‌خواهند به عنوان زن و شوهر قبول دارند، اینا زن و شوهر رسمی هم دیگر هستند و هر چیزی که برای زن و شوهر حلال هست برای اونا هم از نظر شرعی حلال هست. جزاک الله خیرا. و همچنین بیننده دیگه پرسیدن که من ایران هستم، یعنی مسافر هستم در ایران، آیا نمازها را به نیت قصر بخوانم؟ کسی که در ایران هست و برای کار رفته در ایران و فعلا ساکن ایران هست در اونجا، یعنی برای مدت طولانی خودش میدونه که در اونجا یعنی ساکن هست، برای یک کار رفته، شغلش اونجا هست، اینو از نظر شرعی مسافر گفته نمیشوند و حکمش این است که مقیم هست در اونجا، نماز رو باید اقامه خونده باشه. اگر رفته باشه به ایران یا هر جای دیگری و بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 هفته کمتر یک جا اقامت کرده یا به صورت کلی در یک جا نیست، همیشه در حال سفر هست، 1 ماه رفته سفر، روز یک جایی هست، این از نظر شرعی مسافر شمرده می شود و نماز رو باید قصر بخواند و می تواند که جمع هم بکند. اما اگر برای کار رفته و مدت طولانی خودش می داند که در اونجا هست، حداقلش 1 ماه 2 ماه 3 ماه می داند که حتما در ایران هست و محل کارش هست، نماز رو باید کامل بخواند. تشکر جناب مولانا صاحب. همچنان بیننده‌ای که سوال درباره طلاق پرسیدن گفتن سوال ما این بود که 3 طلاق یک جای اگر داده شود طلاق صورت می‌گیرد؟ طلاق یک جا مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت 4 مذهب این است که طلاق واقع می شود وقتی که 3 طلاق با یک لفظ باشه یا در یک جلسه باشد، اون رو 3 طلاق حساب میکنن، به استثنای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و ابن قیم و بسیاری از علمای معاصرین، شیخ ابن عثیمین و دیگران، بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست معتقد هستند اگر 3 طلاق یک جا و با یک لفظ واقع شده باشد 1 طلاق واقع می شود. اما جمهور اهل سنت و الجماعت نظر بر این است که همان 3 طلاق واقع می شود و حکمش همون چیزی است که من قبلا عرض کردم. اما در نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بقیه علما، برخی از علمای معاصرین، این است که 1 طلاق حساب می شود و وقتی که 1 طلاق باشد یعنی طلاق رجعی هست، می تواند رجوع بکند یا اینکه اگر عدت تمام شده می تواند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند. تشکر جناب مولانا صاحب، الله متعال براتون جزای خیر نصیب کنه. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته. در هفته بعدی که اگر پرسش و سوالی دارین میتونین در صفحه فیسبوک شبکه هم زیر همین برنامه کامنت های خود بگذارین، پرسش های خود رو بنویسید، با انشالله که در هفته بعدی به برنامه میخوانیم. و همچنان برنامه یک صفحه خاص خود داره که به نام پرسش و پاسخ هست، میتونین سوالایتان به اوج هم بفرستین. این بود برنامه این هفته که خدمت حضورتان تقدیم گردید. تا هفته بعد که باز هم در خدمتتان قرار میگیریم، یکایک شما عزیزان را به الله متعال میسپاریم. الله یار و مددگارتان باد.
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. کارشناس امروز برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم بینندگان عزیز طبق روال معمول از سوالایی که از طریق SMS فرستادیم برنامه را آغاز خواهیم کرد و انشالله بعد از آن به تماس‌های تلفنی میپردازیم. جناب مولانا بیننده گفتن که آیا مرد میتواند همسر خود را به وسیله پیامک طلاق دهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در اصل در شریعت اسلامی طلاق دادن بسته به نیت فرد هست که وقتی که نیتش طلاق دادن باشد و لفظی را که دال بر طلاق هست تلفظ بکند طلاق واقع می شود. اگر لفظ صریحی باشد که طلاق واقع می شود مانند این که لفظ خود طلاق را به طور مثال استفاده بکند و در صورتی که طلاق را بنویسد تفاوتی ندارد که بر روی کاغذ بنویسد یا این که به صورت یک پیامک باشد این رو بنویسد و به زنش یا به کسی دیگر نشان بدهد یا اینکه بفرستد در صورتی که نیتش نیت طلاق باشد زیرا که این الفاظ جز الفاظ کنایه هستند. اگر این رو نوشته و قصدن و عمدن هدفش هم طلاق دادن زن هست و این پیامک را به زن فرستاده یا به شخص دیگر یا روی کاغذی نوشته به خانمش یا کسی دیگر نشان داده و هدفش هم طلاق دادن باشد در این صورت طلاق واقع می شود. اما اگر هدفش طلاق دادن نباشد و نیتی در کار نباشد در این صورت طلاق واقع نمی شود. خیر. از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس را زیرنویس بکنن تا بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن انشالله سوالاشون آماده داشته باشن و وقتی هم که تماس گرفتین لطفاً منتظر نباشین صدا از گوشی از تلویزیون پخش بشه چون صدا دیرتر میرسه به گوشی و به تلفن و از گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدید. بیننده گفتن اگر فامیل درجه که انسان فوت کند گریه و مشکی پوشیدن برای وی جایز است یا خیر؟ قرآن خواندن و خیرات شکر می‌دارد. در شریعت اسلامی گریه کردن بر میت تا جایی که امکان داشته باشد انسان باید از آن اجتناب و پرهیز بکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از داد و فریاد و گریه کردن با صدای بلند
بر میت در واقع منع کردند که انسان نباید یعنی اظهار نارضایتی از تقدیر بکند، از الله متعال شکوه و گلایه بکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در زندگی ایشان و سیره ایشان بیان شده، زمانی که فرزند ایشان ابراهیم از دنیا رفت، ایشان اشک ریختند. این وقتی که داشتند ابراهیم رو دفن می‌کردند، اشک رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد. این مقدارش اشکال ندارد، یعنی چیزی که طبیعی هست و بر اساس طبع انسان ناراحت می شود و در واقع اشکش جاری می شود. این از نظر شرعی اشکال ندارد و تا جایی که ممکن هست انسان باید گریه با صدای بلند رو کنترل بکند. و در مورد حکم تعزیت یک چیز دیگر هست و حکم عزاداری یک حکم جداگانه هست. تعزیت یعنی تسلی دادن به بازماندگان میت. در یک جای شخصی فوت کرده، الان تا چند روز شما اجازه دارید که به بازماندگان میت تسلیت بگویید. تسلیت گفتن وقت مشخصی رو ندارد، هم در 3 روز جایز هست و هم بعد از 3 روز جایز هست. بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه، وقتی که شما صاحب میت رو دیدید، قبلا ندیده بودی، کسی در سفر بوده تازه صاحب میت رو دیده، اشکال نداره که برای میتش دعای رحمت و مغفرت بکند و به این فرد تسلیت بگوید. این محدود به 3 روز یا کمتر یا بیشتر نیست. هر وقتی که صاحب میت را دیدید می توانید که به اون تسلیت بگویید، ولو اینکه بعد از چندین ماه هم از اون حادثه در واقع گذشته باشد. اما در مورد 3 روز روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و 10، که فرمودند که جایز نیست که زن برای مرده عزاداری بکند. احداد به معنی عزایی است، یعنی در عزا بنشیند بالاتر از 3 روز، بالاتر از 3 روز در عزا ننشیند، مگر برای شوهر که 4 ماه و 10 روز زمان عزا یا همون مدت عدت هست. یعنی این که زن در صورتی که یکی از خویشاوندان نزدیکش، پدر و برادرش فوت کرده باشه، اجازه دارد که تا 3 روز آرایش نکند یا به معنی مثلا احداد و عزاداری باشد و بیشتر از 3 روز جایز نیست. مگر برای شوهر، وقتی که شوهر وفات بکنه زن باید تا 4 ماه و 10 روز در عزا باشد، به معنی که در عدت هست و احکام عدت این هست که زن در این مدت نباید که خودش رو آرایش بکند، لباسی که لباس زینت هست نباید اون لباس رو بپوشد. و در مورد پوشیدن لباس سیاه، این لباس سیاه علامت عزاداری نیست. در شریعت اسلامی لازم نیست که کسی که یکی از افراد خانواده اش یا زنی که شوهرش در واقع فوت کرده یا برعکس انسان بیاد و لباس سیاه و لباس مشکی بپوشد. لباس مشکی پوشیدن در هنگام عزا و در هنگام مصیبت هیچ اصلی در شریعت اسلامی ندارند. حتی برای خانم هایی که شوهرانشون از دست میدند و در عدت هستند، در عدت وفات هستند، پوشیدن لباس رنگی از نظر شرعی اشکالی ندارد. لازم نیست که زنی که بیوه شده شوهرش فوت کرده حتما باید لباس مشکی بپوشد، بلکه اون حکم شرعی در این مورد این است که لباس آرایش و لباس زینت نپوشد. اگر یک لباس ساده رو دارد که دوختش ساده هست، رنگش ساده هست، زننده نیست و لباس آرایشی نیست، اشکال ندارد. اون لباس رو میتواند که برتن بکنه. در بسیاری از جاها وقتی که اگر مردی فوت بکند، حتی عموم مردم جامعه اینطوری فکر میکنند که حتما باید این زنی که در عدت هست و بیوه شده حتما باید لباس سیاه بپوشد، غیر از لباس سیاه اجازه ندارد رنگ دیگری استفاده بکند. این گونه نیست، بلکه هر رنگی رو که دارد، لباسایی رو که دارد، به شرطی که لباس مجلسی و لباس زینت نباشد. رنگ ساده تری رو که ساده تر هست و سنگین تر هست اون استفاده بکند، از نظر شرعی اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. تماشای بینندگان آماده است و بنده از بینندگان باز تقاضا میکنم لطفاً سوال شرعی رو مطرح بکنید و همچنین وقتی که تماس گرفته شد صحبتتون رو ادامه بدید، منتظر نباشین صدا از گیرنده پخش بشه. اولین تماس میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو، بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشید. سلامت باشید، در خدمت شما.
من یه سوال داشتم معذرتون، اونم این بود که بفرمایید. سوال شرعی دارین؟ بله، سوال شرعی تقریبا. اگر کسی پیرو مکتب شافعی در شرع باشه ولی اشعری و در اعتقاد و عقیده بر اشعری باشه، حکمش چیه؟ ظاهرا ابن تیمیه ایشون را مرتد شمرد. آیا چنین چیزی درسته؟ صحیح؟ نظر استاد می‌خواستم این برداشت شماست و انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. تشکر می‌کنیم. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، سلام علیکم، بفرمایید. سوال شرعی اگه دارین بفرمایید. بنده عزیز لطفاً صحبت کنید، تماس شما وصله. بنده عزیز لطفاً صحبت کنید، منتظر نباشین صدا از تلویزیون پخش بشه. ظاهراً تماسشون مشکل داره. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، در خدمت شما. تفسیر آیات الهی به معنای ظاهریشون در نزد استاد چجوری؟ اگر ما از معنای ظاهری قرآن مثلا تسلیم پروردگار احدیت رو دریافت کنیم، آیا موجب کفر میشه یا نمیشه؟ ما در بعضی منابع هم داریم که از معنای ظاهری قرآن استفاده شده. از تفسیر ظاهری خب یعنی سوالتون اینه که تفسیر ظاهری از قرآن چه حکمی دارن؟ تفسیر معنای قرآن به در ظاهر. مثل سمیع البصیر. درست. از این مثلا ابن تیمیه استفاده کرده که خدا رو جسم فرض کرده. آیا چنین تصوری البته سوال شما فقهی نیست، شرعی نیست، سوال عقیدتی بیشتر از گفتیم که برنامه فتوا سوال شرعی باشه. باز انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم. احمد هستم از اورمیه تماس میگیرم. در خدمت شما هستیم آقا احمد. خسته نباشید. جناب سوال این بود که ما میتونیم در مقابل بت سجده کنیم ولی نه به نیت سجده بر بت، بلکه به نیت سجده بر خداوند متعال. این سجده اشکال داره از نظر فقهی؟ یعنی بت منظورتون چیه؟ خب مثلا سر قبرستان، آرامگاه امامزاده کسی بیرون اونجا سجده بکنید به نیت اینکه داریم برای خدا سجده میکنیم؟ بله دیگه، ابن تیمیه گفته که اگه شما در مقابل یه بت سجده کنید نیتتون خداوند متعال باشه. این شما اگر سوال شرعی دارین، شما برداشت‌های خودتون هست از این حرفا که دارین میزنین، یعنی و هیچ دلیلی نیست که ثابت بکنه که گفته‌های شما درست باشه و کلا ظاهرا دست و پاتون یک مدتی باز شده برای رد این شبهات انداختن به عقیده ابن تیمیه رحمت الله علیه و ظاهرا زیاد شما رسونده به قول معروف، یعنی ازش زجر کشیدین که دارین حرفا رو میزنین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما. زور صداتین از خدمتتون خوب هستم. یک سوال داشتم میخواستم اونو عبدالقدوس دهقانی بفرمایید. همین ما الحمدلله از این کانال‌های توحیدی اطلاع گرفته شدیم، از این فتوای دست کشیده شدیم. بخشین صداتون یک کمی واضح نیست، یکی بلندتر صحبت کنید. میخواستیم پرسیم سوال ما را جواب میدادیم از این کانال‌های توحیدی هستم. تعویض‌ها عبرت گرفته شدیم، میخواستیم از شما آیا از این بدعت‌ها ما دست کشیده شدیم؟ یعنی منظور تعویض نویسی دارین؟ تعویض نویسی سوالتونه؟ سوال من این است که از بدعتی که تحقیق کردگی هم همون مقدستم ما دست کشیدیم. یعنی قبلا بدعت تعویض نویسی انجام میدادین یا میرفتین جایی برای تعویض نویسی، الان دست کشیدین، حکمش چیه؟ ما یعنی اینجوری دارم سوالتون میفهمم.
اگر دوباره تماس بگیرین بهتره، چون که صدا الان واضح نیست متاسفانه. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. درباره زیارت قبرستان می‌خواستیم قبل بزنیم. درباره زیارت قبرستان؟ بله. انشالله. زیارت است انشالله. درست. سوالتون واضح است. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. تماس شما وصل، لطفاً سوالتون مطرح کنید. اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما بخیر باشد ان شاء الله. سلامت باشین. لطفاً صحبتتون ادامه بدین برادر عزیز. الو. بفرمایید. سوال شرعیتون؟ بله. سوال من این هست که اگر زن از ادای حقوق زنانه استنکاف بورزد، ما تا چه حد و چگونه میتوانیم او را کتک و ممکن هست که شکایت برد پیش حاکم و ما را حد بزنند، میتوانیم بزنیم یا نمیتوانیم؟ حکم شرعیش را. خدا نگهدار شما. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. استاد بزرگوار باش شما. سلامت باشین. اختلاف بین علما که یک نظر رو میدن، مثلا من از استاد سوال رو میپرسم، ایشون نظری میده و از یک استاد دیگه سوال رو میپرسم، نظر مخالف ایشون رو میده، منی که دارم از اینا سوال میکنم وظیفم چیه؟ مثلا میگه که ریش گذاشتن واجبه. شما برادر عزیز، شما سوال شرعی رو میپرسین، قصدتون چیه؟ اگه قصدتون اینه که معلومات فقهی و شرعی بگیرین، خب به چیزی که به شما گفته شده، یعنی علما هم نظرهای مختلف میدن، آرای شرعی علمای دیگه یا احادیث رو برای شما مطرح میکنن و این دیگه به عقل شما برمیگرده که انتخابتون کدوم باشه. و اینکه انسان جستجو بکنه، از این عالم سوال بکنه، از اون عالم سوال بکنه، بیشتر جنبه وسواس داره تا اینکه بخواد یک رأی را برای خودش بگیره و ازش استفاده بکنه. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتیم برادر. بفرمایید سوالتون. همین شخصی که وفات میکند بعد همون ترکه مثلا با همون شخصی که مردگی است ترکه میکنن، مثلا همین ها رو ترکه میدن؟ بله ترکه میکنن، مثلا یا همین میراث منظورتون؟ آدم رحمت الله علیه هست. منظور که وقتی کسی وفات کرد برای مردم ترکه میدن یا میراثش رو تقسیم میکنن؟ بله ترکه میکنن، میراث رو تقسیم میکنن. آیا همین درست است؟ غذا میدن یا منظورتونه که غذا میدن در تعزیه وقتی که وفات کرد؟ یعنی این ترکه چی است منظورتون؟ ترکه مثلا آنچه که از میت ایستادگی است آن را تقسیم میکنن. غذایی که تقسیم میکنن؟ نه هم چیزی که موندگی است مالش. درست میراثش، ترکش دیگه. درست. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. در مورد شرکت در گروه‌های جهادی که بخشین اگر سوال شرعی دارین، سوال فقهی، مشکل فقهی دارین، میخواین از احکام دین آگاهی داشته باشین، لطفاً سوالتون بپرسین. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهراً تماس نیست. بینندگان عزیز، در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشین.
والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدار القرآن. أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. أسير بدرب قرآني فيشرق الصبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا امروز ساندیزخوارای زیادی تماس گرفتن و شبهاتی را مطرح کردن که ما میتونیم همه این شبهاتشون رو پاسخ بدیم و ان شاء الله اگر توضیح در این اول به این سوالایی که اینها مطرح کردن بپردازیم بهتر. هر شود که شبهه نبود اینها بیان مذهب و دیدگاه خودشون و ائمه خودشون بود و قطعا هر کسی با چه چیزی بزرگ شده باشه همون تو ذهنش میمونه و همون سر زبانش جاری میشه. در مورد ایشون هم گفتند که ابن تیمیه گفته کسی که شافعی شرع باشه، درست میفرماند ابن تیمیه، اهل سنت و الجماعت و مسلمانان شرعی غیر از شرع رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارند. نه امام شافعی، نه امام ابو حنیفه، نه صحابه، نه ائمه محدثین ما هیچ کدامشون شرعی برای خودشون ندارند، شرعی را از طرف خودشون نیاوردند. صاحب شرع از دیدگاه اهل سنت و الجماعت هم ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت، صاحب شریعت فقط محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. هر کسی که ادعای مسلمانی دارد هم شرعش رو، احکام فقهیش رو و هم احکام عقیدتی رو همه رو باید از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید. اگر کسی بگوید من پیرو شرعی غیر از شرع رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن، مشخص حکمش در واقع چی هست و به هیچ عنوان امام شافعی و امام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و امام مالک رحمت الله علیهم اجمعین ادعای شرعی نداشتند و هیچ کدام از اهل سنت و الجماعت هم نمیگن ما پیرو شرع شافعی هستیم، ما پیرو شرع امام ابو حنیفه هستیم. نه، شریعتی ندارند، نه امام ابو حنیفه و نه امام شافعی و نه دیگران، بلکه مذهب هست، دیدگاه مذهبی است و این دیدگاهی که ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت دارند که به صورت 4 مذهب است، در مذهب شیعه به عنوان هزاران مذهب هست، یعنی هزاران مرجع تقلید هست. هر کسی هم که مشخص دیگه رسائل فقهیشون رو بخونید میبینید که از میان 1000 تا مرجع تقلید رو که شما جمع بکنید دوتاش مثل هم نیستن، تفاوت به اندازه نه تنها تفاوت هست بلکه در حد تضاد هست و قابل جمع هم نیست، زیرا که آرایی هستند که از طرف خودشون و هر کسی بنابر منفعت خودشون در واقع حکمی رو صادر میکنه. در مورد تجسیم هم تمام اهل سنت و الجماعت بالاتفاق
از محمد ابن عبدالوهاب گرفته تا ابن تیمیه تا امام بخاری و شافعی و امام ابو حنیفه و تمام بزرگواران ائمه اهل سنت و الجماعت هیچ کدام قائل به تجسیم نیستند. قرآن را بر اساس و بر مبنای و معیارهای بیانی زبان عرب میفهمند. لیس کمثله شیء، این دلالت بر این است هر چیزی که شما تصور بکنید که الله متعال مثل اون هست، الله متعال برخلاف آن هست، زیرا که چیزی شبیه به الله متعال نیست و الله متعال هم شبیه به چیزی نیست. اما در عین حال الله متعال سمیع هم هست، بصیر هم هست، علیم هم هست، وجود دارد و بقیه صفاتی را که دارد. تعدد صفات، این که الله متعال سمیع باشد یا بصیر باشد، این معنیش نیست که ما تجسیم خواهد شدیم برای الله. وگرنه شیعه فکر نکنم که بگند که خدای ما نمیشنود، خدای ما نمیبیند، خدای ما علم ندارد، خدای ما خلق نمی کند، چون این چیزی وجود ندارد. بلکه تمام مسلمان هایی که پیرو قرآن هستند هیچ کدامشون قائل به تجسیم نیستند و آیات قرآن کریم را بر اساس مبانی زبان عربی در واقع میفهمند. ایشون گفتند که سجده بر بت، ابن تیمیه نمیدونم چی گفته. اگر سجده در بتی وجود داشته باشه، امروز میبینیم که شیعیان در کجا که سجده نمی کنند، هر قبری و امام و امامزاده‌ای که هیچی به جای خودشون، حتی علما و مراجع خودشون رو در حد رکوع و سجده براشون دارن انجام میدن. الحمدلله اهل سنت و الجماعت این فضل الله متعال هست که اهل سنت و الجماعت رو از این بدعات و از این شرکیات و بقیه مواردی که علمای شیعه در طول تاریخ به نفع خودشون در دین اسلام ایجاد کردن، الحمدلله اهل سنت و الجماعت این گونه موارد رو ندارن و بالفرض اگر بدعتی باشد، ائمه بزرگوار شیعه در طول تاریخ با این بدعات و خرافات مبارزه کرده اند و همچنان مبارزه هم خواهند کرد. جزاکم الله خیر. بیننده سوال شهری پرسیدن، گفتن که این صداشون واضح نبود. دو حالت داشت سوالشون. گفتن که قبلا تعویض نویسی میکردن، الان دست کشیده است، حکمش چیه؟ یا گفتن قبلا میرفتن پیش تعویض نویس و الان دست کشیده. حکم تعویض، اگر تعویض در حد دعا هست از نظر شرعی اشکالی نداره. یعنی خواندن دعا برای میت هست. شما برای به اصطلاح کسی که بیمار هست یا مشکلی رو داره، شما پیش الله متعال دعا میکنید که الله متعال اون را شفا بدهد، اشکالی ندارد. یا اینکه شما آیه از قرآن را میخوانید یا دعای دیگر از دعاهایی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است، اینها رو میخوانید و بر بیمار میدمید، این از نظر شرعی اشکال نداره. یا معوذتین رو مثلا میخوانند بر خودشون یا بر دیگران بدمند، اینها چیزهایی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست. اما تعویض به این معنی که شما یک کاغذی رو بنویسید، آیات قرآن باشه یا غیر آیات قرآن باشه، و به نیت این که شما ضرری رو از خودتون دفع بکنید یا منفعتی رو جلب بکنید، اینو بر سر صورت خودتون، بر روی ماشین و خونه خودتون ببندید و آویزان بکنید، این از نظر شرعی جایز نیست و یک نوع استفاده بیجا و غیر مورد آیات قرآن کریم هست. آیات قرآن کریم گرچه شفا هستند، اما با همون کیفیتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده و در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارند، این که ما آیه رو بر بدن خودمون ببندیم، در هر جا بریم و در هر حالتی بر بدن ما باشه و در وقت خواب و بیداری و قضا و حاجت، این در واقع یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآن کریم است که انسان باید از این گونه موانع پرهیز بکند. اما اگر هدفشون این بوده که قبلا تعویض می‌نوشتند یا اموال مردم را به ناحق می‌گرفتند، حکمش این است که مالی رو که از مردم با دجل انسان دریافت کرده و با دروغ و فریب مالی رو از کسی دریافت کرده، به این معنی که من به تو تعویض رو میدم که فلان مشکلت رو حل بکند و در واقع چون این تعویضی وجود ندارد، این خوردن اموال مردم به ناحق هست. یا این مال رو باید به صاحبانش باز بگرداند، یا اینکه از کسانی که این مال رو گرفته از اونها در واقع عذرخواهی و معافیت طلب بکند. جزاکم الله خیر. بیان بعدی دوره گفتن که زیارت قبرستان چه حکمی دارد؟ زیارت قبرستان از دیدگاه اهل سنت و الجماعت سنت هست و جزء آموزه های دینی ما هست
و رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون شخصا همیشه برای زیارت قبرستان میرفتند، خصوصا در شب‌هایی که نوبت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود. به حکم این که حجره ایشان به قبرستان بقیع نزدیکتر بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم شبانه میرفتند به زیارت قبرستان و برای مردگان دعای خیر میکردند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما هم آموزش دادند که به زیارت قبرستان بروید و ایشان در یک مقطع زمانی در ابتدای ایشون منع کردند از زیارت قبرستان، زیرا که زیارت قبرستان همراه با یک سری شرکیاتی بود و یک سری اعتقادات باطلی بود که مردم برای وقتی سر قبرستان میرفتند گریه میکردند، زاری میکردند یا اینکه از مردگان طلب حاجت میکردند. و بعد از اینکه احکام اسلامی برای مسلمانان صدر اسلام واضح و آشکار شد، موحد کامل شدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انی کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من قبلا شما را منع کرده بودند از زیارت قبور، الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره، اکنون بروید، برای شما جایز هست قبرستان رو زیارت بکنید، به زیارت مردگان بروید که این زیارت قبرستان برای شما تأثیر دارد، یعنی شما رو به یاد آخرت میاندازد. و همچنین یک دعا و درودی هم شما برای مردگان در واقع میفرستید که این هم منفعت برای مردگان هست، شما سلام میفرستید و دعای خیر میکنید برای مردگان، این منفعت مردگان هست. و هم برای خودتون منفعت دارد که شما به یاد آخرت میافتید و یک مقدار در اعمال خیر و دینی خودتون نشاط و همت شما بیشتر می شود. به خاطر زیارت کردن قبرستان از نظر شرعی با مراعات کردن حدود شرعی و با پرهیز از بدعات و خرافات جز سنت هایی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا انجام دادند و به امت خودشون هم دستور دادند که به زیارت قبرستان بروند. جزاک الله خیر. بیننده گفتن که اگر زنی از ادای مسئولیت زنانه خودداری بکند، شوهر چقدر میتواند او را کتک بزند و اگر شکایت بکند و در دادگاه به این قضیه پرداخته بشود، گفت حکم شرعیش؟ این سوال هم سوالی بود که از این برانداران به اصطلاح ولایی و ساندیسخور بود. طبعا زن و شوهر بر همدیگر حق و حقوقی رو دارند، همان گونه که مرد بر شوهر یک ذره حقوقی رو دارد، زن متقابلا بر مرد هم حقوقی رو دارد. به این گونه نیست که اگر به محض اینکه زن پایش رو در زندگی زناشویی برخلاف گذاشت یا اشتباهی از اون سر زد چارهش کتک زدن باشه. اگر این گونه باشه برعکس هم باید وقتی که شوهر به اصطلاح حقوق زناشویی یا حقوق زندگی مشترک رو انجام ندهد، باید خب بگیم که زن برای زن جایز است که رو کتک بزند، چون این چیزی در واقع نیست. انسان باید در زندگی زناشویی و زندگی مشترک خودش حقوقی رو که متقابلا برگردن هر کدام از زوجین هستن اینو باید به صورت بهترین وجه باید انجام بده. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن حکم تقسیم میراث کسی که وفات کرده است بین ترکه و میراثبران چیست؟ ترکه به معنی مالی هست که بعد از وفات یک شخصی باقی میماند. مالی که بعد از وفات یک شخصی باقی میماند این بهش گفته می شود ترکه. و ترکه حق وارثان هست و این مال باید تقسیم بشود و هر کسی وارثانش متفاوت هستند، پدرش، مادرش و فرزندانش، همسرش و شوهرش، اینها جزء کسانی هستند که ارث میبرند با تفاصیلی که در شریعت اسلامی به صورت کامل بیان شده که هر کدام از اینها سهمیه مشخصی رو دارند. بر اساس اون سهمیه مشخصی که هر کدام از اینها در قرآن و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، باید این میراث در میان بازماندگانی که جزء وارثان هستند باید تقسیم بشود. درست. جزاکم الله خیر. سوالی از فیسبوک پرسیدن، گفتن که اگر انسانی شخص دیگری رو به قتل برساند و صورت عمدن، آیا و این قتل عمد است، اگر یعنی تقدیر شده باشد که عمرش تمام شده در نزد خداوند، چرا قاتل محسوب است؟ در مورد تقدیر یک چیزی هست که پنهان هست و کسی از تقدیر خبر ندارد و به این خاطر ما نمیتوانیم که به اصطلاح بار گناه خودمون رو برگردن تقدیر بندازیم. هر گناهی رو که ما انجام دادیم، عملی رو که انجام بدهیم بگیم که بله چون که تقدیر بوده پس بنابراین من در این زمینه به اصطلاح گناهی رو برگردن من نیست. شما یکی رو بزنید، یکی رو بکشید، یکی رو مالش رو غارت بکنید، یکی رو تهمت بزنید، آخر بگید که من در این زمینه بیگناه هستم، این تقدیر همین بوده که من این کار رو انجام بدم و خود شما
این تقدیر رو برای خودتون قبول ندارید. اگر کسی بیاد شما رو مثلا به جای اینکه شما کسی رو بزنید، الان اون کسی دیگر اومد شما رو زد، آیا باز هم میگید که اشکالی نداره، تقدیر خدا این بود که من به اصطلاح کسی به من به اصطلاح چوبی رو بر کله من بزنه و نمیدونم مال ما رو غارت بکنه و اموال ما رو ببره. هیچ کسی در این زمینه در صورتی خودش متضرر بشود، در صورتی که بر خود فرد تجاوزی صورت بگیرد، هیچ کسی اینجا به اصطلاح بهانه تقدیر رو قبول ندارد، بلکه از خودش دفاع میکند، انتقام میگیرد و خسارت میگیرد. چگونه وقتی که شما بر کسی دیگر تعدی کردید، الان به اصطلاح این خطای خودتون رو و این گناهش رو برگردن تقدیر میندازید. تقدیر چیزی نیست که در اختیار من و شما باشه که من و شما اون رو بفهمیم که تقدیر در واقع چی هست. تقدیر بر اساس علم الله متعال هست، یعنی این که الله متعال تمامی اتفاقاتی رو که در دنیا اتفاق میافتد همه را و با تمام جزئیات را این رو الله متعال میداند و این رو مقدر کرده. اما انسان، چون که هر انسانی که مکلف است از نظر شرعی، صاحب اختیار هست، صاحب قدرت و تصمیم گیری هست، پس بنابراین خودش باید پاسخگوی عمل خودش باشد. اگر انسانی کار گناهی رو انجام داده، با اختیار خودش انجام داده، میتوانسته که این رو انجام ندهد، مجبور محض نبوده. اگر به مال کسی تعدی کرده، اگر به جان کسی تعدی کرده، کسی رو زده، کسی رو کشته، مال کسی رو برده، چون که خودش با اختیار خودش تعدی کرده بر حقوق دیگران، باید در مقابل پاسخگو باشد. و به این خاطر است که هر کسی که بر حقوق دیگران تعدی بکند و این کار رو طبعا با اختیار خودش انجام میدهد، در مقابل گناه خودش باید بازخواست بشود. این که یک فردی برایش مقدر بوده که عمرش به همین اندازه هست، ولی در این شکی نیست بعد از این که قتلی صورت گرفت، ما میگیم که ولی تقدیر این فرد این بوده که به صورت قتل یا به صورت اینکه تصادف این فلان بنده خدا از دنیا برود، این برایش الله متعال اینو برایش در واقع مقدر کرده بوده. اما تقدیر این مورد به این معنی نیست که کسی که با دیده و دانسته در حق کسی دیگر تعدی کرده، کسی رو کشته، جانش رو، مالش رو مورد اذیت و آزار قرار داده، مالش رو غارت کرده، به این معنی باشه که پس بنابراین چون این شخصی نباید مورد مجازات قرار بگیره. این نه از نظر عقلی وجاهتی رو داره و نه از نظر شرعی. جزاکم الله خیر. بنابراین گفتن درباره ثواب حافظ قرآن است، گفتن که حافظ قرآن در روز قیامت چه جایگاهی دارد؟ کسی که حافظ قرآن هست، معروفترین به اصطلاح جایگاهی که برای حفاظ و قاریان قرآن در نظر گرفته شده، با توجه به اون تاج کرامت و نوری که بر سر اونها و اون شرافت و کرامتی که به والدان اونها، پدر و مادرشون عنایت می شود، الله متعال به قاری قرآن و حافظ قرآن میگوید که اقرأ ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، بخوان و بالا برو، همون گونه که در دنیا میخواندی. یعنی در همین مقدار که میخواند، هر مقدار که بیشتر بخواند، مقامش و جایگاهش در روز قیامت بالاتر و برتر هست. و هر کسی هم که در دنیا اهل قرآن بوده، در روز قیامت هم قرآن در واقع شفیع اون خواهد بود و اون را شفاعت میکند به پیشگاه الله متعال، و قطعا شفاعت قرآن در پیشگاه الله متعال هم پذیرفته و قبول خواهد شد. بدون شک. جزاکم الله خیر. بنابراین در مورد اختلافات بین مذاهب شیعه و سنی پرسیدن، گفتن که آیا اختلاف بین مذاهب اسلامی سنی و شیعه ستم به دین اسلام نیست؟ اختلاف در مثلا دایره مذاهب اهل سنت و الجماعت، این حکمش متفاوت است با اختلافی که شیعه با عموم مسلمانان دارد. به هیچ عنوان این دوتا مسئله رو نمی شود که حکمش رو و این نوع اختلاف در واقع یکی نیست. اختلافی که عموما در بین شیعه و اهل سنت وجود دارد اختلاف تضاد هست، یعنی اختلافی است که قابل جمع با همدیگر نیست، اختلاف تناقض هست، خصوصا مسائلی که در مورد به اصطلاح مسائل اعتقادی وجود دارد عموما این گونه هستند، یا مسائل و دیدگاهی که شیعه در مورد تاریخ اسلام دارند که در واقع مسائل اعتقادی نیستند، و بسیاری از مسائلی که در مسائل فقهی هستند و برداشت شیعه یک برداشت کاملا اشتباه و مغرضانه هست و بدون و دلایلی که در این زمینه ارائه می‌کنند هیچگاه گویای اون مسئله و حکم شرعی نیست.
اختلافاتی که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت وجود دارد اختلاف تنوع هست، اختلاف تضاد نیست و این اختلاف تنوع و برداشت متفاوت در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بوده و نه اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایرادی نگرفتند بلکه عملا این مورد رو تایید کردند. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد بنی قریظه فرمودند که هیچ کسی از شما نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردند به طرف بنی قریظه. برخی از اونها برداشتشون این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نماز عصر حتما باید در بنی قریظه باشین. هدف و محتوای دستوریشون این هست که شما باید زود حرکت بکنید و معطل نشوید، زود حرکت بکنید، نه اینکه نماز را ولو اینکه قضا بشود شما نباید در مسیر راه بخوانید. و در مسیر راه بسیاری از صحابه همین گونه کردند. بسیاری از صحابه برداشتشون این بود که نه، هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم تسریع در انجام مأموریت بود، باید زود بروید، نه اینکه نماز رو به تأخیر بیاندازید. وسط راه نماز عصر خوندند، بعد رفتن به بنی قریظه. اما برخی دیگر گفتند نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی از شما نماز عصر رو نخواند مگر در بنی قریظه، پس بنابراین ما نماز عصر رو نمیخونیم ولو اینکه تأخیر بشود. خب همین کار رو هم انجام دادند و وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کدوم از اون دو تا گروه رو نگفتند که شما نمازتون رو دوباره اعاده بکنید یا عمل شما در واقع درست نیست. احکام شریعت با توجه به نیازهای بشریت و نیاز هر زمان و مکانی این گونه هست، یعنی متفاوت هست. پس بنابراین برداشت هر مجتهدی و هر امامی از آیات قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در صورتی که مطابق با قواعد فقهی و شرعی باشند، این حکمش این است که این اختلاف تنوع هست، اختلاف تضاد نیست. یعنی این گونه نیست که یکی از اینها حکم دیگری رو نفی بکند، یا به تعبیر دیگر این اختلاف و تفاوتی که در میان فتواهای در میان علما وجود دارد در میان حلال و حرام نیست که قابل جمع نباشه، که یک امامی گفته باشد فلان چیز حرام قطعی و 100% هست و دیگری گفته باشد نه حلال هست، بلکه اختلاف در حد اولا و عدم اولا هست، اولا و عدم اولا. به طور مثال اختلافاتی که در نماز وجود دارد، به اتفاق تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت اگر کسی در هنگام نماز رفع یدین بکند، دستایش رو هنگام رفتن به رکوع بلند بکند، نمازش درسته. و برعکسش هم به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت اگر کسی در هنگام رفتن به رکوع رفع یدین نکند، بازم به اتفاق همه نمازش درست است. گرچه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این گونه است شما دستها رو بلند نکنید، این اولاتر و بهتر هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با توجه به دلایلی رو دارند. مذهب جمهور با توجه به دلایل رو دادن گفتند که رفع یدین اولاتر و بهتر هست و جز سنت ها هست. اما هیچ کدوم از این مذاهب نگفتند که مذهب دیگر باطل هست، یا کسی نگفته که نماز حنفی باطل هست، یا هیچ حنفی فتوا نداده که نماز شافعی در واقع باطل هست. و اگر افرادی هم پیدا بشن چنین فتوایی رو بدهند، به هیچ عنوان چنین فتوای قابل قبول نیست و این فتوا از روی علم و دانش هم نخواهد بود. جزاک الله خیر. برای دیگه در فیسبوک پرسیدن که کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند، آیا میتواند با کسی که سنتی را ترک کرده، مثلا ریش خود را تراشیده، برخورد بکند و او را مجازات بکند یا نه؟ خود امر به معروف و نهی از منکر یک مراحل متعدد رو داره. معنی امر به معروف و نهی از منکر این نیست که ما با تمام افراد جامعه سر جنگ و دعوا رو داشته باشیم و در میان جامعه مشاکلی رو برای خودمون و برای دیگران تعیین بکنیم. عموم مردم حرفشون در حد خیرخواهی هست، در حد نصیحت هست، نه در حد این که برای خودشون یا برای دیگران مشکلاتی رو ایجاد بکنن. و اجرای احکام شرعی حکم و مسئولیت افراد نیست که اونها در جامعه بیاند و خودسرانه بخواند یک حکمی را یا حدی را از حدود شرعی در جامعه اجرا بکنند، بلکه این وظیفه حکومت‌های اسلامی هست و حکومت‌های اسلامی در این زمینه میتونند که عملاً احکامی را که در شریعت اسلامی وجود دارد حکم بکنند برای انجام اونها یا دستوراتی را صادر بکنند که این احکام باید عملی بشود. اما افراد وظیفهشون فقط در حد
حد امر به معروف، به معنی مشوره دادن، به معنی توصیه کردن، به معنی در واقع موعظه هست، مگر در صورت هایی که پدر بر فرزند مثلا یک قدرتی رو دارد، میتواند که عملا به طور مثال فرزندش رو از منکر باز داره. به طور مثال اگر فرزند فرض کنیم که مثلا دخانیات مصرف میکند، پدر میتونه که این دخانیات سیگار از لبش بگیره و اینو خرد بکنه بر زمین بندازه، اما اگر همین کار رو در بازار یک کسی با همین فرد انجام بده، اختلافی درست میشه، جنگ و دعوایی درست میشه. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر، اگر شخصی صاحب قدرت هست و اون کسی که هم که این منکر رو انجام داده تحت قدرت شما و تحت امر شما هست، میتوانید که عملا اون رو باز بدارید. اما در غیر این صورت شما نمیتوانید که برای عموم مردم در واقع مشکلاتی رو ایجاد بکنید در جامعه و اختلافاتی رو ایجاد بکنید، هم برای خودتون و هم برای دیگران در واقع مشکل بسازید. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن، گفتن که میخواهد حوض آب درست بکند، گفتن چه حد اندازه‌ای باشد تا به عنوان یک آب جاری استفاده شود؟ آب جاری در واقع یک حکم کاملا جداگانه را دارد و آبی که از نظر شرعی آب کثیر یا آب در واقع زیادی گفته بشود که با افتادن نجاست تأثیری بر آن ایجاد نشود، این از در شریعت اسلامی یک مقدار مشخصی در واقع مشخص نشده که به اصطلاح یعنی حتما باید اون مقدار رو این کیل و وزن مشخصی رو تعیین کرده باشند برای آب کثیر. به این خاطر هم تعبیرهای فقها در این زمینه به اصطلاح متفاوت است. برخی از فقهای احناف معتقد هستند که 10 گز در 10 گز باشد، 10 گز در 10 گز باشد، به گونه‌ای که و برخی گفتن به گونه‌ای که اگر یک طرف این آب رو در حوض آب رو تکان بده، طرف آخرش در واقع حرکت نکند. اینا تمام یک نوع به اصطلاح تخمین‌هایی هست که در این زمینه وجود دارد و بهترین مورد همون مورد مذهب امام شافعی هست که زمانی که آب به قلتین برسد، به اندازه 2 قله، یعنی به اندازه 2 خم و 2 بشکه بزرگ باشد، این در واقع آب بزرگ، در واقع آب زیادی در واقع شمرده می شود. چیزی در حدود به طور مثال 400-500 لیتر آب باشه در یک جای، این جز آب کثیر در واقع شمرده می شود. و نقطه دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که به اصطلاح آب کثیر با توجه به افتادن نجاست یعنی متفاوت هست حکمش. اگر آب جاری باشه که متجدد هست و یعنی نجاستی رو که بیفته در خودش هضم میکنه، از بین میبره، اون یک حکم جداگانه داره. نجاست وقتی در اون بیفته دوباره آب تجدید میشه، دوباره آب جدیدی به وجود میاد، اون نجاست رو از بین میبره. یا آب جاری هست مانند بئر بضاعه هست که آب کثیری بوده که در اون زمان وقتی که باران می اومده در اینجا جمع میشده و احیانا نجاستی رو هم در این می آورده می انداخته. اما وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آب پاک هست و چیزی اون رو نجس نمی کند. به این معنی که این آب همیشه قابل برداشت بوده، مردم اون رو در واقع آب می گرفتن و آبش در واقع عوض می شده. و اگر فرض کنیم یک حوض بزرگی هم باشه اما نجاستی که در اون افتاده باشه یک نجاست بسیار بزرگی هست و این آب ولو این که آب کثیری هست، اما چون که نجاست هم نجاست بزرگی هست، پس بنابراین این آب رو در واقع نجس می‌کند. و آب تا زمانی آب کثیر تا زمانی که به اصطلاح رنگ اون آب تغییر نکرده باشه، بوی اون آب تغییر نکرده باشه، طعم اون آب تغییر نکرده باشه، با افتادن نجاست این نجس شمرده نمی‌شود. اما اگر نجاست به اندازه زیاد هست که این آب رو تغییر داده، رنگش رو، طعمش رو و بویش رو تغییر داده، ولو این که آب کثیری باشه، در اون صورت آب نجس هست و در طهارت استفاده کردن از اون درست نیست. خیر. بیننده پرسیدن که از خواب بیدار شدن و دیدن که روی لباس زیرشان مایعی است، چگونه گفتن که تشخیص دهن که این مایع منی است یا ترشح دیگری است؟ در خواب هیچ احساسی هم نکردم. بله، این مورد با توجه به این اصل در حکم شرعی در این زمینه این است که اگر کسی در خواب احتلام شد
در خواب احتلام شد، به این معنی که خواب دید که به اصطلاح عمل جنسی رو انجام میدهد، اما وقتی بیدار شد هیچ آثاری از به اصطلاح منی وجود نداشت. خواب دیده و گمان میکرده که جنوب شده، اما عملا وقتی که بیدار شد بر لباس خودش هیچ گونه آثاری رو ندید و پس بنابراین در این صورت حکمش این است که این فرد جنوب نیست، ولو اینکه خودش گمانش بر این بوده که جنوب شده و در خواب یک عملی رو انجام داده، اما وقتی که بیدار میشود لباسش کاملا سالم هست، آلوده نیست و هیچ آثاری از منی نیست. پس بنابراین در این صورت غسل بر چنین شخصی لازم نیست. برعکسش کسی بیاد ندارد که احتلام شده باشد، اما وقتی که بیدار میشود عملا آثار منی رو میبیند و قطعا مطمئن هست که این در واقع منی هست. در این صورت ولو اینکه به یادش نمانده و در خاطرش نیست که جنوب شده باشه، اما آثار جنابت وجود دارد، پس بنابراین حکمش این است که باید غسل بکند و غسل بر چنین شخصی واجب هست. اما در مورد خانم ها وقتی که احتمال دارد و فکر می کند که به اصطلاح جنوب شده و عملا آثاری رو ندید، حکمش هم در واقع همین هست. و برعکسش اگر که به اصطلاح در هیچ چیزی در خاطرش نیست، اما وقتی که بیدار شد در لباس خودشون به اصطلاح یک آثاری رو دید، این قطعا به معنی این نیست که احتلام شده باشه و این حتما آثار منی هست و چیزی را که به احتمال زیاد جز ترشحات دیگر باشه و تا زمانی که انسان قطعا مطمئن نباشد که این ترشحات منی هست، در این صورت غسل واجب نمی شود. جزاکم الله خیر. از این 3 دقیقه وقت است و سوال میپرسیم. بیانده گفتن که کسی مریضی شدید داشت، به او مبلغ 100,000 افغانی قرض دادن. آن مرد گفته صحت یافته و الان 3 سال شده که توانایی پس گردانیدن پول رو ندارد، شاید چند سال دیگر هم نتواند که این پول را بر بگرداند و گفته به پول هم به شدت نیاز دارم. از طرف دیگر روز به روز پول افغانی قدرت خود را از دست میدهد در مقابل دلار و خرید اجناس. گفتن آیا از این پول بر من زکات واجب می شود یا خیر؟ پولی را که در اختیار شما نیست، گرچه اصلش مال شما هست، اما فعلا شما به یک شخص دیگر دادید، قرض بر یک کس دیگر هست و اون گونه که در سوال توضیح داده شده و فعلا دسترسی ندارید، نمیتونید که از اون مال استفاده بکنید. 3 سال گذشته و احتمالاً چندین سال دیگر هم بگذرد و شما نمیتوانید که این حق خودتون رو دریافت بکنید. در این صورت بر شما زکات لازم نیست. یعنی دینی رو، قرضی رو که شما بر کسی دیگری دارید و اون طرف فعلا نمیتواند قرض شما رو ادا بکند یا ورشکسته شده یا وضعیت مادیش به اصطلاح مشکل هست و نمیتونه که قرض شما رو پرداخت بکنه، بنابراین فعلا بر شما هم لازم نیست که اون پولی رو که به دیگری برگردن دیگری به عنوان قرض و دین دارید، لازم نیست که اون رو فعلا زکاتش رو پرداخت بکنید. هر وقتی بعد از سالها وقتی که اون پول در اختیار شما آمد، 1 سالش رو زکات بدید، همین مقدار کافی هست و درسته. اما در صورتی که این دین به صورتی باشه هر لحظه که شما بخواهید میتونید اون رو بازپس بگیرید، در این صورت هر سال زکاتش برگردن شما لازم هست. اما اگر نمیتونید اون رو دریافت بکنید و فعلا اون طرف نمیتواند به شما پرداخت بکند، حکمش این است هر وقتی که دریافت کردید 1 سال زکاتش رو بدهید، ولو اینکه سالهای سال هم از اون گذشته باشه. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه ما بودن. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري
حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري.